سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همراهان محترم وبسایت عطایی آنلاین و لایو کتابخوانی Science of Getting Rich. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. میخوایم بریم سراغ یک قسمت جذاب دیگه از کتاب Science of Getting Rich، قسمت 14 کتاب The Impression of Increase. خب امیدوارم که همه عزیزان خوب و خوش و سلامت باشند و اگر صدا و تصویر رو دارید به من بگید که با هم دیگه شروع کنیم. خب جناب آقای قنبری، سلام عرض میکنم خدمت شما و کم کم فکر کنم که دوستان اضافه بشند. اوکی، بسیار عالی. آقای خمرنیا سلام، صبح شما هم بخیر. خانم خلیفه بسیار عالی، هم صدا پس خوب هست هم تصویر. امیدوارم که همگی خوب و خوش باشید و یک جمعه خوب رو هم شروع کرده باشید. امروز هم مثل هفته گذشته که جمعه لایو رو داشتیم، امروز هم که جمعه هستیم. خانم آقای طیبی ببخشید، سلام خدمت شما. آقای عظیمی خدمت شما سلام عرض میکنم. و امروز میخوایم بریم سراغ The Impression of Increase. همونطور که گفتیم کلمه increase برامون خیلی مهم هست. آقای یوسفی سلام عرض میکنم خدمت شما. کلمه increase از همون ابتدای کار برای ما خیلی مهم بود. یه نکته رو خدمتتون بگم درباره کلمه increase. increase ببینید تلفظش increase هست، یعنی آخرش سه میاد، ولی اگه به عنوان فعل استفاده بشه increase این صدای ز میده در انتهاش. یعنی این رو توجه داشته باشید، بعضی از کلمات توی انگلیسی اینطوری هستن، یعنی اگر اسم باشن یه تلفظی رو دارن، اگر فعل باشن یه تلفظ کاملا متفاوت رو دارن، که حالا اینجا هم همینطور هست. increase یعنی ازدیاد، یعنی زیاد شدن، یعنی رشد در واقع، که در اینجا مفهوم رشد رو داره برای ما، رشد از همه لحاظ. چون که در بخش‌های قبلی گفتیم که ما در واقع یعنی کل دنیا یک قانون داره، اونم قانون اینکریز هست، یعنی همه چیز در حال زیاد شدن هست، همه چیز در حال اینکریز هست، یعنی قانون اولی که در دنیا وجود داره و هر چیزی که رشد نکنه محکوم به فناست و از بین خواهد رفت. هر چیزی، یعنی حتی اگر شما مثلا از یک وسیله دیگه استفاده نکنید، از یه خونه‌ای، نمیدونم دیدید یا نه، یه سری خونه ها هستن توی تهران، خونه های خیلی قدیمی متروکه، که وقتی که ما بهشون نگاه میکنیم، وقتی کسی داخلشون نیست، اصلا یه حالت بدی رو دارن، یعنی انگار که خیلی کهنه، خیلی بد فرسوده، انگار که همین هر لحظه ممکنه که بریزه. ولی مثلا ببینیم که خونه کناری اون یه مثلا خونه همون سنی هست، ولی میبینیم خیلی تمیزه و خیلی قشنگه و حالا شاید مثلا به بیرونش نرسن، ولی چطور میشه که یه خونه‌ای که داخلش دارن آدما زندگی میکنن و همونطور قدیمی هست، خیلی قشنگ میمونه، خیلی زیبا میمونه، خیلی چشم نواز میمونه، ولی خونه کناریش که ازش استفاده نمیشه خیلی بد میشه و اصلا از ریخت و قیافه میفته و بعد خیلی ترسناک میشه و حتی آدما اصلا نمیخوان که واردش بشن. خب همه چیز پس همینطور هست، یعنی این قانون دنیاست، این فقط برای انسان نیست. و قانون اینکریس، قانون رشد، برای همه یکسان هست، یعنی همه ما باید این رو دنبال کنیم و متاسفانه خیلی‌ها این رو اصلاً یعنی یادشون میره، یعنی تا یک جایی توی زندگیشون رشد میکنن، اونم به واسطه دیگران، به واسطه یه فشاری که از طرف مثلا خانواده میاد. مثلا توی مدرسه ما شروع میکنیم به رشد کردن، هر روز یه چیز جدید یاد میگیریم، هر هفته یه چیز جدیدتر، هر سال یه چیز جدیدتر.
توی دانشگاه هم همینطور و سالهای اول کار هم همینطور هست. یعنی ما شروع میکنیم به یادگیری و رشد کردن، ولی به یه سنی که یه سری از افراد میرسن دیگه کاملا رشدشون به صفر میرسه. یعنی دیگه اصلا هیچ رشدی نمیکنن و اونجاست که خطرناک میشه. یعنی شما اگر در زندگیتون به جایی رسیدید که دیگه رشد نمیکنید، بترسید. اگر میبینید که مثلا 2 سال پیش یا 3 سال پیش یا همین پارسال حتی شما به یه جایی رسیده بودید و بعد از اون به بعد دیگه در جا زدید، نه هیچ کار جدید رو انجام دادید، نه هیچ چیز جدیدی رو یاد گرفتید، نه یک مهارت جدید رو اضافه کردید به مهارت‌های خودتون، نه یه زبان جدید، نه هیچ چیز جدید رو اضافه نکردید و هیچ رشدی نکردید، اینجاست که باید بترسید. مثل یه کوهیه که ما داریم میریم بالا و بعد به قله میرسیم. اگر شما دیگه از اون بعد رشد نمی کنید یعنی رسیدید به قله و بعد از قله چیه؟ سرازیری. و شما نباید بیفتید تو اون سرازیری و نمیخواید که این اتفاق در واقع براتون بیفته. You don't want to. یه کلمه‌ای داریم ما توی انگلیسی want to که زمانی استفاده میشه که مثلا میگیم you don't want to. در واقع یه جور نبایده و یه مقداری از در واقع، چون وقتی میگیم نباید توی فارسی، حالا ما شکل‌های مختلف نباید داریم. توی انگلیسی اگه بگیم must، اگه بگیم should، یه جورایی شاید با افراد بر بخوره که تو داری به من دستور میدی، تو خودتو از من بالاتر میدونی. که با این don't want to ما میخوایم که نشون بدیم که خودمون رو بالاتر نمیدونیم و در یک سطح میدونیم یا حتی پایینتر میدونیم خودمون رو. خب یا حداقل میدونیم که در چه سطحی هستیم، یا سطح خودمون رو میدونیم. پس اون باید رو با want to یا don't want to میگیم. شما الان به اون قله رسیدید انگار and you don't want to go downhill. یعنی که شما نباید از این به بعد برید داونهیل. اگر شما به اون قله رسیدید توی زندگی خودتون و از اون به بعد فکر کنید که خب من دیگه نیازی نیست چیزی رو یاد بگیرم، اونجاست که محکوم میشید به فنا شدن. قانون دنیا اینه. شما شروع کنید به یاد نگرفتن، یعنی دیگه بگید که خب از من دیگه گذشته، من دیگه نمیخوام، من دیگه حالا چیزای مختلف مثل این. اون موقع بده. این بدترین اتفاقی که میتونه برای یه انسان بیفته. پس توی این قسمت میخوایم که درباره این اینکریس صحبت کنیم، یه مقدار قانون اینکریس و یه مقدار من بهش اضافه کنم از یه سری موضوعات دیگه‌ای که میدونم که خیلی اصلا دنبالش نیستن، اصلا نمیخوان که دنبالش باشن، نمیخوان که اینها رو یاد بگیرن، که متأسفانه خیلی هم زیاد هستن. یعنی تقریبا میتونم بگم اکثریت جامعه اینطور هستن. حالا این رو من به چه واسطه‌ای میدونم؟ به واسطه کلاس‌های زبان. زبان چیزی هست که اکثریت فکر میکنن که من این رو باید توی دوران کودکی یاد بگیرم و بعد توی بزرگسالی ازش استفاده کنم و اگر من الان یک بزرگسال هستم پس دیگه دیر شده، پس من دیگه نمیتونم یاد بگیرم. یه نکته رو بگم، خیلی از کسانی که الان حاضر هستن یا الان پدر و مادر هستن یا در آینده پدر و مادر میشن و این تفکر اشتباه رو از خودتون دور کنید که زبان رو توی بچگی باید یاد گرفت. اصلا همچین چیزی وجود نداره. زبان رو تو بچگی نمیشه یاد گرفت. اگر بچه رو بفرستید سر کلاس، توی کلاس چیز خاصی یاد نمیگیرن. حالا این تفکر از کجا اومده که تو بچگی یا مثلا بچه‌ها بهتر زبان رو یاد میگیرن؟ اولا اینکه این تفکر از کسانی اومده که خودشون زبان بلد نبودن. یعنی مثلا فرض کنید یه پدری یه مادری بچه خودشون رو میفرستن کلاس زبان، خود این پدر و مادر زبان بلد نیستن. بعد بچه‌ها یه چیز رو خیلی خوب یاد میگیرن، اونم کپی کردن هست. یعنی وقتی که یه کلمه ای رو یاد میگیرن اون رو با لهجه درست، با تلفظ درست ادا میکنن. پدر و مادر این رو میشنون و فکر میکنن که این فرزند من چقدر باهوشه، چقدر با استعداده و چقدر زبانش خوب شده. اما اگر همون بچه بیاد با من صحبت کنه، من میدونم که جز یه سری جملات حفظ شده، جز یه سری کلمات حفظ شده، چیز دیگه ای رو بلد نیست. و اون پدر و مادر که زبان بلد نیستن فکر میکنن فرزند من چقدر عالی شده، چقدر فوق العاده شده. البته که اگر توی دوران کودکی یه کلاس خیلی خوب یه مثلا بچه‌ای بره، مثلا توی سن مثلا 7 سالگی، 5 سالگی، 6 سالگی، کمک میکنه که در آینده وقتی که یه بزرگسال شد
بتونه که انگلیسی رو بهتر یاد بگیره، بتونه سریعتر یاد بگیره. یعنی اگر کسی توی بچگی کلاس زبان رفته باشه و یه چیزایی رو یاد گرفته باشه، توی بزرگسالی خیلی راحت‌تر هر چیزی رو، نه فقط زبان. مثلا اگر یه بچه‌ای مثلا توی سن 4 سالگی 5 سالگی موسیقی رو بخواد یاد بگیره، توی سن بزرگسالی خیلی بهتر و خیلی سریعتر از بقیه میتونه که اون رو یاد بگیره، چون اون رودیمنت رو توی بچگیش پیدا کرده، ولی نه کاملش رو. پس به این فکر نکنید که من اگر توی بچگیم یاد نگرفتم توی بزرگسالیم یاد نمیگیرم. شما اگر تو بچگیتون یاد گرفته باشید، توی بزرگسالیتون سریعتر میتونید که یاد بگیرید. اما اگر تو بچگیتون زبان یاد نگرفته باشید، توی بزرگسالی یه مقدار بیشتر طول میکشه، اما در واقع شما بهتر از یک کودک یاد میگیرید، چون کودک انگیزه ای نداره، نمیدونه که چرا داره یاد میگیره، نمیدونه که دنبال چیه، فقط یه چیزی رو داره کپی میکنه. ولی یه بزرگسال میدونه که دنبال چی هست. پس هیچ وقت دیر نیست برای اینکه زبان رو شما یاد بگیرید. حالا گفتم که به واسطه این من خیلی‌ها رو میبینم که تماس میگیرن، مثلا تو سن 20 سالگیه، میگه مثلا من شرمنده، من میخوام که زبان یاد بگیرم. خب میگم چرا شرمنده ای؟ میگه آخه خیلی دیر شده دیگه، من تو بچگیم باید یاد میگرفتم ولی یاد نگرفتم. یعنی ببینید کسانی حتی توی 20 سالگی دارن فکر میکنن که دیره دیگه، یعنی با شرمندگی میخوان که زبان رو یاد بگیرن. حالا فکر کنید دیگه 40 سالش چجوریه دیگه، یعنی حتی نمیخواد، اصلا فکرشو نمیخواد بکنه که من بیام یه زبان جدید یاد بگیرم، من بیام یه مهارت جدید یاد بگیرم. حتی حالا زبان که ساده ترین چیزشه دیگه، حالا خیلی مهارت‌های مختلفی هست که شما میتونید دنبالش برید و یاد بگیرید این رو. و به دنبال این نباشید که آیا این به درد من میخوره یا نه. ببینید به دنبال چی هستید، ببینید که به چی علاقه دارید و برید سراغ همون. مثلا اگر علاقه دارید که بالفرض برید سراغ مثلا نقاشی، طراحی، نمیدونم خوشنویسی، چیزایی که الان شاید خیلی بگن که اصلا به درد نمیخوره. اهمیت رشده. اهمیت اینه که شما برید سراغ این یه چیزی که شروع کنید به رشد دادن هر چیزی که دنبالش هستید، هر چیزی که بهتون لذت میده. برید سراغ نمیدونم گیاهداری، مثلا نمیدونم باغبانی، اینا رو یاد بگیرید. هر چیزی که دوست دارید. نمیدونم مثال نمیدونم چی بذارم و نمیخوام محدود کنم شما رو، چون الان هر چیزی که من بگم شما میخواید دنبال همون میخواید برید، ولی دنبال اون چیزی که دوست دارید. علاقتون اینه که فیلم بسازید، فیلم کوتاه بسازید، برید سراغش و یاد بگیرید و فیلم کوتاه بسازید. علاقتون گریم هست، برید سراغ گریم کردن. علاقتون هر چی هست، برید سراغ همون و میبینید که اصلا دیر نیست. اتفاقا خیلی هم زمان خوبی هست. هر زمانی که شما بخواید یاد بگیرید زمان خیلی خوب هست. و اگر نگاه کنید به افراد بسیار موفق و خیلی فوق‌العاده، میبینید که اکثریتشون تازه از سنهای بالای 40 سال تازه شروع کردن. خود اینشتین از سن فکر کنم بالای 30 خورده 40 خورده تازه فکر کنم شروع کرده بود. دقیق نمیدونم، برید خودتون نگاه کنید. یا مثلا یه سری از ورزشکارا اینطور هستن، یه سری از بازیگرا اصلا توی بازیگرا این خیلی مشهوده. یعنی یه بازیگر رو می‌بینیم مثلا توی سن بالایی میاد تازه اونجا گل میکنه. خب دیر نیست. پس این تفکر رو ما باید از خودمون بیرون بیاریم که الان دیگه دیره، الان دیگه دیر شده، الان دیگه، چون که در واقع ما توی کتاب Science of Getting Rich اولین چیزی که داریم یاد میگیریم اینه هیچ کامپتیشنی وجود نداره. حالا نه کامپتیشن با کسی دیگه، نه کامپتیشن حتی با خودمون. یعنی ما حتی با خودمون هم در رقابت نیستیم که بگیم که اگر من توی اون سن مثلا بالا اگر یاد گرفته بودم، اصلا تو سن پایین اگر یاد گرفته بودم خیلی خوب بود، الان دیگه دیر شده. آقای جلالی میگن ورزش، مثلا ورزش همینطور هست. خیلی ها میگن که الان دیگه از من گذشته، دیگه الان من برم سراغ ورزش که چی بشه دیگه. نمیتونم. چرا نتونید؟ خیلی تو سن خیلی بالا شروع میکنن. یعنی حتی من یک کسی رو توی یوتیوب دیدم که توی سن فکر میکنم حدود 50 خورده ای ساله تازه شروع کرده بود بدنسازی، که بعد توی چند سال یه بدن خیلی فوق العاده و عالی رو برای خودش تونسته بود که در بیاره. و برید نگاه کنید، ببینید سن رو برید نگاه کنید. مثلا نگاه کنید، برید براد پیت رو ببینید چه سنی داره. برید مثلا تام کروز رو ببینید تو چه سنیه. و اون زمان میبینید که من تازه اول زندگیمه.
یعنی چند روز پیش من یه فیلمی رو میدیدم، تام کروز توش بازی کرده بود و خیلی جالب بود که من اون موقع متوجه شدم 60 سالشه تام کروز و اصلا برای من عجیب بود. یعنی وقتی من میبینم که یه 20 ساله میاد توی ایران میگه که من دیگه ازم گذشته، دیر شده، میبینم که مثلا تام کروز توی 60 سالگی داره چجوری ورزش میکنه، چجوری داره کار میکنه و هنوز امید داره و هنوز داره رشد میکنه. پس این خیلی مهمه، اینکریس خیلی مهمه و حتما سعی کنید که هم به خودتون این رو انتقال بدید، هم به افراد خانواده خودتون این رو انتقال بدید که ادامه بدن، که فکر نکنن که دیگه الان دیره، که الان دیگه مثلا خیلی از پدرها اینجوریان، خیلی از مادرها اینجوریان، به یه سنی که میرسن دیگه اصلا کلا نمیخوان برن برای خودشون خرید کنن، نمیخوان لباس خوب بپوشن، نمیخوان لباس جدید بپوشن، که با همون لباسایی که دارن میخوان سر کنن، یا مثلا با همون چیزی که دارن، چون نمیخوان که به اون پیشرفته برسن، چون فکر میکنن دیگه تموم شد دیگه، از این به بعد دیگه من توی اون سرازیری هم دیگه، پس چه کاریه. شما میتونید یه مدتی برید توی سرازیری ولی دوباره میتونید برید بالا. یعنی اینکریس، یعنی گفتم دنیا برای این اینکریس آفریده شده و دائما شما میتونید که به اون اینکریس برسید. حتی اگر یه مدتی شده که الان فکر میکنید که من توی داونهیل افتادم، توی سرازیری افتادم، اصلا اشکالی نداره. از این به بعد شروع کنید و مطمئن باشید که دوباره بالا خواهید رفت، چون هر لحظه که شما تصمیم بگیرید که تغییر کنید، اون تغییر به وجود میاد. هر لحظه ای که یعنی توی خود دین هم گفته دیگه، شما هر زمانی که ریپنت کنید، هر زمانی که فارسی چی میشه ریپنت، شما زمانی که بگید من دیگه مثلا یه گناهی رو مرتکب نمیشم از این به بعد دیگه، این میشه ریپنت، توبه کنید. زمانی که شما توبه کنید منظورش همینه دیگه. یعنی الان اگر شما توبه کنید، بگید که من از این به بعد این گناهی بود که من مرتکب میشدم، یعنی فکر میکردم که دیگه از من گذشته، این میشه یه گناه، یه کار بد، یه چیزی که شما رو به فنا خواهد داد، و بگید که از این به بعد من میخوام رشد کنم توی زمینه‌ای، هر زمینه‌ای که دوست دارید. و اونجاست که تغییر شروع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر آن چیزی که ما میخوایم از فرملس سابستنس داریم میگیریم. فرملس سابستنس به محض اینکه ما فکر کنیم شروع میکنه اون رو به سمت ما آوردن و ما باید حالا حرکت کنیم تا اینکه بتونیم که بهش برسیم. این میشه اینکریس. خب بریم سراغ دوستان دیگه. آقای سیاوش سلام، آقای جلالی سلام، آقای زند همینطور سلام عرض میکنم، آقای عباسی و خانم جلیلیان، خدمت همه شما دوستان سلام عرض میکنم. گفتن که من قصد دارم برنامه‌نویسی پایتون یاد بگیرم. چرا که نه، اتفاقا خیلی هم خوب هست. هر زمانی که شما اراده کنید، تو هر سنی که اراده کنید یه چیز جدید رو یاد بگیرید، مطمئن باشید که بهش میرسید و مطمئن باشید که بنفیت های خیلی زیادی، مزیت های خیلی زیادی رو به زندگیتون اضافه خواهد کرد. گفتن که یکم تو مملکت ما امید به زندگی، امید به آینده خیلی اومده پایین، که واقعا ناامیدی بدترین چیز واسه یک انسان هست. در واقع همینطور هست. من باهاتون موافقم آقای زند که توی ایران مخصوصا امید خیلی پایین اومده. یکی از دلایلی که من این دوره کتاب Science of Getting Rich رو شروع کردم به خاطر همین بود. به خاطر اینکه میدیدم که اطرافیان من، از دانشجوهای من، از دوستان من، همه ناامید و همه یعنی یه جورایی دقیقاً به همین، یعنی انگار به اون قله رسیدن، حالا آماده رفتن تو اون سرازیریان. و این بدترین چیزیه که میتونه که برای شما اتفاق بیفته. قبلا هم بهتون گفتم این رو، که انگیزه اصلی من برای اینکه این دوره رو شروع کنم همین بود که یا شما میتونید که خودتون دست به کار بشید و یه تغییر رو به وجود بیارید، یا اینکه فرار کنید از اون موقعیت و برید توی یک محیطی که مطلوب خود شما باشه. برای مثال من میتونم که از این دوستانی که دارم، از این حالا افراد خانواده و تمام اینها میتونم جدا بشم، برم توی یک گروه دیگه از دوستان که امید به آینده بیشتری دارن و تفکرات مثبت‌تری رو دارن و
زندگی بهتر، یعنی مور لایف رو در واقع دارن و دائما در حال پیشرفت هستن، یا اینکه بمونم توی همین گروه و بشم مثل همین آدم‌ها. چون در واقع یه قانونی در دنیا وجود داره که میگه که شما اوریج یا معدل 5 نفر دور بر خودتون هستید. یعنی 5 نفر دور بر شما، اگر شما نگاه کنید ببینید 5 نفر دور بر شما کیا هستن؟ 5 نفری که یعنی بیشترین زمان رو باهاشون میگذرونید و خصوصیت اخلاقی و رفتاری و توانایی ها و تمام اینها رو روی تیکه کاغذ بیارید و بعد برای خودتون رو بیارید و میبینید که شما اوریج 5 نفر دور بر خودتون هستید. حالا اگر 5 نفر دور بر شما آدم‌های مثبت، پر انرژی، مثلا با انگیزه باشن، پس شما هم همین خصوصیات رو دارید. اما برعکس اگر 5 نفر دور و بر شما آدم‌های منفی، آدم‌های ناامید، آدم‌های مثلا بد اخلاق، آدم‌های نمیدونم دروغگو، نمیدونم همه این صفات‌های منفی باشه، شما هم مطمئن باشید که یه سری از اون صفات‌های منفی رو چه بخواید چه نخواید در شما هست. این قانون هست، نمیتونید که ازش فرار کنید و نمیتونید که انکار کنید که نه من اینجوری نیستم. چون اگر شما در واقع اینطور نباشید، یعنی کم کم این قانون دنیا این هست که شما رو جدا میکنه و میبره توی جمعی که مثل خود شما باشید. یعنی قانونیه که در دنیا وجود داره و این رو شما میتونید که یعنی خودتون رو اصلا جدا کنید. تا زمانی که شما خودتون رو توی این مسئله جا بدید انکارش میکنید. به بقیه نگاه کنید، ببینید که مثلا همکارانتون، دوستانتون، فامیلاتون مثلا اینا چجوریان و میبینید که یه سریایی که یه سری اشتراکایی رو با همدیگه دارن از هر لحاظی، اینا معمولا توی یه گروهن. مثلا توی حالا ارگان‌های بزرگ این رو خیلی بهتر میتونید ببینید چون دسته دسته هستن و ببینید که تقریبا تمام اینها یه سری خصوصیت‌های خاصی رو دارن. یا برگردید به مدرسه، نگاه کنید توی مدرسه ما اینطور بودیم، یعنی یه دسته‌ای بودیم از کسانی که یه سری خصوصیت‌های خاصی رو داشتن. مثلا کسانی که خیلی جدی‌تر بودن توی درس خوندن و پیشرفت کردن توی دسته‌ای بودن، اونایی که شرتر بودن توی دسته دیگه‌ای بودن و نمی‌دیدید که مثلا اینا با هم دیگه مثلا یکی باشن. پس این رو به عنوان یه قانون قبول کنید، انکارش نکنید، چون در واقع وجود داره چه شما بخواید چه شما این رو نخواید. حالا من دیدم که در واقع همین امید به آینده خیلی کم شده، خیلی خیلی کم شده. هیچ کس دیگه دنبال پیشرفت کردن نیست. میگه خب من کار کنم که چی بشه؟ من مثلا انقدر کار کردم، مثلا دلار انقدر بود، الان انقدر من جمع کردم، الان شده دلار انقدر. من اون زمان میخواستم فلان ماشین رو بخرم، این قیمت بود، من این همه زمان کار کردم، پولامو جمع کردم، الان اون ماشینه شده انقدر. یعنی میان دنبال در واقع نتیجه هستن. من قبلا درباره نتیجه گرایی گفته بودم بهتون که مادامی که شما دنبال نتیجه باشید هیچ وقت به هیچ جایی نمیرسید. نتیجه رو باید بذارید کنار، دنبال نتیجه نباید باشید. چون ما داریم میگیم الان مهمه نه آینده. مثلا دنبال اون آینده نباشید که من یه کاری رو بکنم. و قبلا هم گفتیم نباید شما طوری کار انجام بدید که کارتون الان باشه ولی تفکرتون در آینده باشه. یعنی تفکر، انرژی و همه چیز شما باید برای حال حاضر باشه. و اونجا بود که من تصمیم گرفتم که کتاب ساینس آف گتینگ ریچ رو که داشت به من کمک میکرد که من دیگه دنبال نتیجه نباشم، دنبال پیشرفت باشم، دنبال مثبت بودن باشم، دنبال زندگی بهتر، دنبال زندگی پربارتر باشم. و حالا جلوتر که میرسیم توی قسمتی از کتاب این رو در واقع میگه که شما باید این کتاب رو تدریس کنید. هر کسی که این کتاب رو میخونه باید شروع کنه این رو تدریس کردن، این رو باید شروع کنه به افراد یاد دادن. و دیدم که واقعا جای همچین کتابی خالی هست، جای همچین دوره‌ای خالی هست. هیچ کس تا حالا به همچین چیزی فکر نکرده. و گفتم که خب چرا که نه، من میتونم این کار رو انجام بدم. چرا همیشه ما باید منتظر باشیم که یک کسی دیگه‌ای کاری رو انجام بده؟ و این تصمیم شد و بعد کم کم شروع شد. یعنی وقتی من این تصمیمی رو میگیرم سعی میکنم که همه چیزش رو آماده کنم که به بهترین شکل ممکن انجام بشه. تقریبا یک سالی گذشت، یعنی از زمانی که من تصمیم رو گرفتم تا زمانی که شروع کردم یک سالی گذشت و هدف همینه که کسانی که واقعا دنبال یه هولن، دنبال اینن که یه نفر بیاد یه هولشون بده، یه انگیزه‌ای بهشون بده. چون هیچ کس واقعا نمیتونه بهتون کمک کنه تا زمانی که خودتون به خودتون کمک کنید.
و هیچ چیزی، و این رو من قبلا هم با تأکید خیلی زیاد گفتم، الان دوباره، یعنی من به این که میرسم فقط میخوام تأکید کنم و میخوام شما همین کار رو انجام بدید. هیچ چیزی، هیچ موقعیت بیرونی نمیتونه هیچ تأثیری رو در هیچ قسمتی از زندگی من داشته باشه و میخوام شما همین رو برای خودتون با همین تأکید بگید که هیچ عامل بیرونی، هیچی، نه نرخ دلار، نه نرخ ریال، نه نمیدونم شرایط جامعه، نه شرایط سیاسی، نه شرایط اقتصادی، نه شرایط آب و هوایی، هیچ چیز بیرونی به هیچ عنوان نمیتونه که روی زندگی و پیشرفت شما تأثیر بذاره. نکته کلیدی همینه. اگر شما بتونید که به این عادت کنید، به این نوع تفکر در واقع، که هیچ چیزی رو من تأثیر نمیذاره جز خود من، جز تفکرات خود من. اگه من روی تفکرات خودم کنترل داشته باشم، اگه روی احساسات خودم کنترل داشته باشم، میتونم به هر چیزی که بخوام برسم. هیچ شرایطی اصلا مهم نیست، هیچ شرایطی، و باید بهش باور داشته باشید در واقع. نمیتونید که فقط صرفاً این رو تکرار کنید ولی باور نداشته باشید و باز دوباره احساساتی بشید و باز دوباره بگید که نه نمیشه، الان دیگه نمیشه، حالا تا پارسال میشد، الان دیگه نمیشه. خیلی همینو دارن میگن دیگه، میگن مثلا فلانی پیشرفت کرد چون فلان زمان شروع کرد. خب اگر شما نگاه کنید همون فلان زمانی که شما دارید میگید، مثلا میگید که سال مثلا 95، یه فلانی سال 95 شروع کرد، اون موقع قیمت دلار این بود. همون سال 95 یه سری میگفتن فلانی سال 85 شروع کرده بود که انقدر پیشرفت کرده. همون سال 85 میگید که یه مثلا یکی بود سال 75 شروع کرده بود که اینجوری شده. سال مثلا 70 بود که شروع کرده اینجوری شده. فرصت ها تا اونجایی که شما فکرشو میکنید هست. فرصت ها هیچ وقت تمام نمیشن و اتفاقا الان فرصت های جدید خیلی بیشتر از فرصت های قدیمی هن. ولی به شرط چی؟ به شرط اینکه شما دنبال اون یاد گرفتن باشید، تا اینکه یاد بگیرید، تا اینکه رشد کنید، تا اینکه بهتون داده بشه. یعنی شما باید یه قدمی بردارید دیگه. اگر شما هیچ قدمی رو بر ندارید، خب یونیورس هم بهتون چیزی نمیده، میگه این داون هیله، بذار اون نعمت ها رو بدن به اون کسی که داره پیشرفت میکنه، دنبال پیشرفت کردنه. و واقعا اینطوره، یعنی قانون دنیا اینطور هست. حالا توی این قسمت دربارش صحبت میکنیم. گفتن که حتی رئیسمون هم نمیتونه روی کار ما تأثیر نداره. جاهایی که رئیس داریم دچار محدودیت هستیم. ببینید من میگم وقتی من میگم با تأکید میگم هیچ چیزی، هیچ کسی جز شما نمیتونه که تأثیر داشته باشه روی زندگی شما. هیچ کسی جز ذهن شما نمیتونه تأثیر بذاره روی عدم پیشرفت شما، عدم رشد کردن شما. هیچ چیزی، هیچ کسی. یعنی تنها کسی که جلوی شما رو میگیره خودتونید و هر کس دیگه، هر چیز دیگه بهانه است و بهانه ها زیادن ها. هر کسی برای خودش یه بهونه‌ای داره. مثلا یه سری میگن که مثلا من زن و بچه دارم، الان دیگه نمیتونم پیشرفت کنم. یعنی بهونه رو میندازه گردن زن و بچه خودش. یکی دیگه میگه که مثلا من نمیدونم، حالا همینجا مثلا من رئیس دارم، نمیتونم چون رئیس دارم دستم بنده، نمیتونم اون کارهایی که میخوام رو انجام بدم. یکی دیگه میگه که من مثلا نمیدونم دست ندارم، پا ندارم. اون یکی دیگه میگه که مثلا من صدام قشنگ نیست. اون یکی میگه که من نمیدونم فلان شهر کوچیک دارم زندگی میکنم، جای پیشرفت ندارم. یکی دیگه میگه قیمت دلار اینجوریه. اینو از همون روز اول گفتم برید دنبال بهانه‌های خودتون رو پیدا کنید و بعد برید سراغ مثال‌های نقضشون رو پیدا کنید. ببینید چقدر آدم با داشتن رئیس دارن پیشرفت میکنن. یعنی حتما نباید شما تو بیزنس خاص خودتون باشید که خودتون رئیس باشید و پیشرفت کنید.
تو هر جایی که باشی شما میتونید پیشرفت کنید اگر کارها رو به صورت certain way انجام بدید. و حالا certain way رو یاد گرفتیم دیگه. یعنی الان دیگه شما certain way رو باید بلد باشید. certain way یعنی چی؟ یعنی اینکه در لحظه با قدرت یه کاری رو انجام بدید، کاری که در اون لحظه میتونید که انجام بدید، بدون توجه به هیچ چیز دیگه‌ای، بدون توجه به اینکه من برای کی دارم کار میکنم. یه سری میگن که اگر کار خودم بود من خیلی انرژی میذاشتم که کارو درست انجام بدم، چرا حالا باید همون انرژی بذارم که فلانی سودشو ببره؟ و این تفکر خیلی بدیه، چون شما برای کسی دیگه کار نمیکنید، شما دارید برای خودتون کار میکنید. درسته رئیس دارید، درسته که بیشتر این سود رو اون داره میبره، اما شما اگر امروز از کارتون بزنید و به صورت certain way انجام ندید، پس فردا از کار خودتون میزنید و اون رو به صورت certain way انجام نمیدید. پس فکر نکنید که چون که شما رئیس دارید کار انجام نمیدید. این از شخصیت شما میاد که اگر امروز از کار میزنید، این از شخصیت شما میاد، نه از چیز دیگه، نه از اینکه رئیس دارید، نه از اینکه حقتون رو دارن میخورن. و تمام این رو از ذهنتون ببرید بیرون. سعی کنید خودتون، فقط و فقط خودتون رو ببینید، نه هیچ چیز دیگه ای رو، نه هیچ کسی دیگه ای رو. و هر جایی که یه مانعی وجود داشت، شما مسیرتون عوض کنید، مسیر تغییر کنه. مثلا توی همین چند مدتی که اینترنت توی ایران مشکل داشت، حالا یه سری مثلا نمیتونستن به اینترنت وصل بشن، یا مثلا خود من یه مدتی چند روزی مشکل داشتم که به اینترنت متصل بشم. خب به جای اینکه من بشینم قصه بخورم که خب من اینترنت ندارم، به اون چیزی که میخوام نمیرسم و تمرکز کنم روی اون مشکل، میگم خب حالا چقدر خوب من اینترنت ندارم، چی کار میخواستم انجام بدم که به اینترنت نیاز نداشت، برم اون کار رو انجام بدم. شروع کنم از این فرصت استفاده کردن و شکرگزاری کردن بابتش. و واقعا من خوشحال بودم. یعنی یه سری از زمانهایی که اینترنت من قطع میشد و نمیتونستم که به اینترنت دسترسی داشته باشم، خیلی خوشحال میشدم و میگفتم که خدا رو شکر مثلا الان اینترنت قطع شده، یه سری از دیسترکشن های من دیگه وجود نداره، من برم فلان کار رو انجام بدم. این حالا الان که اینترنت دارم خیلی فرصت خوبیه که رو فلان کارم بتونم که تمرکز کنم، یه ذره اون کار رو پیش ببرم و انجامشون میدادم. ولی از اون طرف یه سری دیگه رو میشنیدم که همش دائما قصه این که من اینترنت ندارم چیکار کنم. یه سری دیگه که همش پیام میدادن میگفتن که اگر نمیدونم اینترنت قطع بشه چه خاکی به سرمون بریزیم، نمیدونم سرمایه گذاریامون چی میشه، نمیدونم فلان چی میشه، فلان چی میشه. یه سری دیگه قصه و ناراحتی و اینها که اگر اینترنت نباشه من دیگه اصلا نمیتونم زندگی کنم، من دیگه نمیتونم کار کنم، نمیتونم. در حالی که خب کار من یعنی به اندازه، اینو فکر نمی‌کنم کار هیچ کسی به اندازه کار من به اینترنت وصل باشه. و شاید بگم من حتی یه اپسیلون ناراحتی نداشتم از اینکه خب الان اینترنت من قطعه، در حالی که تمام کار من با اینترنت دیگه، تمام کلاس‌های من روی اینترنت هست، تمام سرمایه‌گذاری هایی که دارم به اینترنت متصل هست. ولی حتی یک لحظه هم بهشون فکر نمی‌کردم که حالا چقدر بده. بجاش من سعی می‌کردم ببینم خب الانی که من به اینترنت دسترسی ندارم چه کار دیگه ای رو میتونم انجام بدم که میخواستم انجام بدم، و حالا به خاطر اینکه توی اولویت هم از همه عقب تر بود نتونسته بودم حالا انجامش بدم. پس اگر به یه بامپی خوردید توی اون مسیر خودتون، که ما توی انگلیسی این اصطلاح رو داریم bump on the road، یعنی یه مشکل کوچیکی که توی مسیرتون بهش برخورد میکنید، به جای اینکه قصه اون رو بخورید برید سراغ 4 تا کار دیگه‌ای که میتونید انجام بدید. و این نیاز به تمرین داره دیگه. یعنی باید شما انقدر تمرین کرده باشید که خودتون رو برسونید به این مرحله، نه اینکه خودتون رو بخواید گول بزنید و شروع کنید و کم کم نتیجه هاش رو خواهید دید. نتیجه های این نوع تفکر، این شکرگزاری، شما باید توی همه چیز شکرگزار باشید. یه سری میگن اگر من مثلا، حالا یه سرمایه گذاری رو مثال بزنیم، میگن اگر من مثلا 50 میلیون تومان سرمایه گذاری کنم و بعد این برسه 500 میلیون تومان، من شکرگزاری میکنم. تا زمانی که به 500 میلیون نرسیده شکرگزاری نمیکنم. چرا شکرگزاری کنم؟ من که به اون هدفم نرسیدم. و این رو شما باید ازش دوری کنید. نتیجه گرایی رو باید ازش دوری کنید. نتیجه گرایی یعنی آینده. یعنی ما به جای اینکه به الانمون فکر کنیم و شکرگزار الان خودمون باشیم، بیایم به نتیجه آینده فکر کنیم که آینده‌ای که اصلا وجود نداره. آینده‌ای که اگر
نیاد چی؟ اگه ما برنامه می‌ریزیم اگه نیاد چی؟ و تا زمانی که نیاد نباید شکرگزار الان چیزی که الان داریم باشیم. و ما جز الان چی رو داریم؟ جز الان ما چیزی نداریم. تنها چیزی که ما داریم در واقع الان ماست. ببینید خیلی راحت شما همین لحظه میتونید همه چیز خودتون رو از دست بدید. همه چیز. یعنی یه نفر میتونه همه چیز شما رو از شما بگیره. یعنی اینترنت رو میتونن قطع کنن و شما یهو میبینید که همه چیزتون رو از دست دادید. میتونن که کارت بانکی شما رو قطع کنن و کل سرمایه خودتون رو از دست دادید. ولی چی رو شما از دست نمیدید؟ لحظه الانتون. الان شما میتونید چه کار انجام بدید؟ قبلا گفتم که من میخواستم درباره شخصیتی صحبت کنم. الان فرصتش میشه که درباره‌اش حرف بزنیم. شخصی هست به نام اندرو تیت. میتونید سرچش کنید. اندرو تیت یه شخصیت بسیار کانتروورشال هست. کانتروورشال کسیه که یا موقعیتیه که یه سریا خیلی دوست دارن، خیلی ساپورتش میکنن، ولی یه سریا کاملا متضادش هستن و اصلا بهش توجه نمیکنن و اتفاقا جلوش وای میستن و اون موضوع رو به عنوان یه موضوع بد میدونن. اندرو تیت یه آدمیه که آدم بسیار موفقیه. یه انسان بسیار ثروتمند، بسیار موفق با تفکرات فوق‌العاده جالب از نظر من حداقل. حالا یه سری هستن که اصلا خوششون نمیاد، شاید شما هم برید اگر ویدیوهاشو ببینید و حرفاشو بشنوید شاید اصلا خوشتون نیاد. ولی حرف درست داره میزنه و نمیترسم. یعنی یکی از خصوصیات خیلی بارز اندرو تیت اینه که نمیترسه از هیچ کسی و حاضر که حتی جونش هم از دست بده، ولی تفکرات و ایده ها و بیلیف خودش رو هیچ وقت تغییر نده به خاطر افراد دیگه. این که مثلا چون بقیه دوست ندارن من این حرفو نزنم. این تفکر منه، من بهش ایمان دارم و این حرفو میزنم. و توی چند سال گذشته حالا یه کلیتی رو از یه سری پروپاگاندای چند سال اخیر بهتون بگم که یه جور woman empowerment داره اتفاق میافته و این رو اگر نگاه کنید از چندین سال پیش شروع شد. خیلی کوچیک خیلی ریز این شروع شد و شروع کردن به قدرتمند کردن خانم ها. گفتم این یه پروپاگانداست. اوکی؟ من این رو به عنوان یه مسئله سکسیست در نظر نگیرید. اوکی؟ شروع کردن به ایمپاور کردن خانم ها، زن ها، یعنی بهشون قدرت دادن و برای اینکه به زنها قدرت بدن شروع کردن قدرت رو از مردها گرفتن و مردها رو ضعیف جلوه دادن. این رو شما میتونید که توی خیلی کارتون ها و سریال ها و فیلم ها و تمام اینها ببینید. مثلا یکی از این کارتون ها که حالا تقریبا از 30 و خورده سال پیش، ببینید این پروپاگاندا از کی شروع شده؟ از 30 و خورده سال پیش با یه کارتونی شروع شد به نام سیمپسون. توی سیمپسون ها شما میبینید که یه خانواده‌ای هست، یه پدر توش هست خنگ، بیخود، تنبل که فقط یه شکم گنده کرده، هیچ کاری هم انجام نمیده، در عوض یک مادر بسیار دانا، توانمند، فوق‌العاده که همه بار خانواده و پیشرفت و تمام اینها روی دوش این هست. خب این چه تفکری رو به وجود میاره؟ و این کارتون 30 و خورده ساله که داره پخش میشه. و نه فقط این کارتون که خیلی چیزهای دیگه، خیلی فیلم‌های دیگه، سریال‌های دیگه میبینید که دقیقاً دارن با همین پروپاگاندا دارن پیش میرن و دارن پیشرفت میکنن. شاید شما هم فیلم‌های مارول رو دیده باشید. من سایفای خیلی دوست دارم و مارول رو هم، دنیای مارول رو خیلی دوست داشتم که با فیلم آیرن من شروع شد که یه دنیایی هست، آدم‌هایی سوپر پاورهایی دارن و میان به انسان‌ها کمک میکنن. این شروع شد همشون مرد. بعد از یه جایی شروع شد یهو دیدیم که اصلا کلا این مردا دونه دونه مردن و دونه دونه جایگزین شدن با زنها. بازم گفتم این رو به عنوان یک موضوع جنسیتی در نظر نگیرید. من چیزی بر علیه زنها نمیخوام بگم. من دارم درباره این پروپاگاندا صحبت میکنم که
دارن یه همچین اتفاقی رو به وجود میارن که دارن مردها رو ضعیف میکنن و دارن به زنها قدرت میدن. و الان میبینید که توی تمامی فیلم ها و توی تمامی سریال های مارول مردها همه هیچ قدرتی ندارن، همه خنگ، همه بی ارزه و کل دنیا رو داره مثلا یک زن داره نجات میده یا زنها دارن نجات میدن و مردها شدن مثلا این کاراکترهای ایول، یعنی کاراکتر ایول زن اصلا شما نمیبینید و همه کاراکترهای خوب شدن زنها. یا مثلا گیم آف ترونز رو در نظر بگیرید. توی سریال گیم آف ترونز خب ما داریم درباره یک دنیای فانتزی صحبت میکنیم، دنیایی که در واقع مثلا 500 سال 600 سال پیش اتفاق افتاده، زمانی که خب در واقع مردها همه در قدرت بودن. اولش همینطور پیش میره و کم 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 قدرت از مردها داره گرفته میشه. یه شاه بی ارزه، یه نمیدونم سرباز بی ارزه، همه بی ارزه، بعد کم کم تمام این قدرت داره به زنها داده میشه. درست؟ من می‌خواستم که یه دیدی رو داشته باشید نسبت به این دنیایی که دارن به وجود میارن برای مردها. یعنی مردها رو دارن بی ارزه جلوه میدن و زنها رو قدرتمند. خب این خوب نیست. اگر قراره که به زنها قدرت داده بشه، خب مردها هم باید قدرتمند باشن. یعنی مرد باید قدرت داشته باشه، زن هم باید قدرت داشته باشه، همزمان مساوی هستن. من به این اعتقاد دارم که زن و مرد مساوی هستن و همیشه همینطور بوده، در گذشته همینطور بوده، توی خود ایران همینطور بوده. یعنی در گذشته زن و مردها مساوی بودن، همه کارا رو تقسیم می‌کردن. یعنی اینطور نبوده که مثلا زن بشینه خونه، زنها بیرون کار می‌کردن، سر زمین کار می‌کردن. خود مثلا مادر بزرگ من پا به پای پدر بزرگ من کار می‌کرده، یعنی باغبونی می‌کردن، نمیدونم کشاورزی می‌کردن، تمام این کارا رو انجام میدادن. یعنی در گذشته همینطور بوده. ولی الان داره این قضیه داره تغییر میکنه. الان داره طوری میشه که این قدرت داره از مردها گرفته میشه و داره منتقل میشه به زنها. و زمانی که این اتفاق بیفته به ضرر کی؟ به ضرر خود زنهاست. یعنی اگر خانومی داره این ویدیو رو تماشا میکنه یا این پادکست رو داره گوش میده، این رو بدونه ضعیف شدن مردها ضعیف شدن زنهاست. چون که اون مرد کیه؟ اون مرد شوهر شماست، اون مرد پدر شماست، اون مرد پسر شماست که داره ضعیف میشه. اگر شوهر شما ضعیف بشه، اولین یعنی این دودش اولین چشم کسی که میره شمایید. پس فکر نکنید که قدرت دادن مرد یعنی زنها با این حالت خوب هست. خب حالا این کلیتشه. این کلیت یه جریان ووک هست. اینم یاد بگیرید، ووک WOKE. یک ووک موومنت هست که دارن این تغییر رو در دنیا به وجود میارن که ضعیف میکنن مردها رو. و الان واقعا اگر شما نگاه کنید میبینید که مردها ضعیفن الان نسبت به این زنها بسیار قوی و مردها بسیار ضعیفن و این خیلی بده. این فوق العاده بد هست. باید به اندازه هم باشن، هم زنها باید قوی باشن هم مردها باید قوی باشن. نه اینکه فقط صرفا مثلا زنها قوی باشن بعد مردها قوی باشن. اولین کسی که ضرر میکنه خود اون زنها هستن. و گفتن که من اینو جواب بدم، گفتن که چرا استاد چه بنفیتی داره قدرت دادن به زنها؟ ببینید در واقع اگر شما به این قضیه نگاه کنید، به زنها قدرت دادن این یعنی هدف نیستا، این رو هدف جلوه دادنه. یعنی در واقع هدف ضعیف کردن مرد هاست. جامعه ای که مردهای ضعیفی داشته باشه رو به راحتی میتونن کنترل کنن. در جامعه ای که مردها ضعیف باشن به راحتی میشه که اونها رو کنترل کرد. و جامعه ای که زنهاش قدرت بگیرن، یعنی صرفا یعنی در واقع این بالانس به هم بخوره. من میگم زن قدرتمند باشه، مرد هم قدرتمند باشه، ایکوال باشن دیگه. ولی اگر توی جامعه ای زن قدرتمند بمونه و مرد ضعیف بشه، چه اتفاقی میفته؟ به راحتی میتونن که اون جامعه رو کنترل کنن از طریق احساسات. و به راحتی از طریق میدیا میتونن که این کار رو انجام بدن. به راحتی و به هر چیزی که میخوان میتونن برسن. یه چیزی وجود داره، اونم این هست که مردها خیلی سخت تغییر نمیکنن. برید از زنها بپرسید ببینید آیا تونستن شوهرشون رو تغییر بدن؟ زنها تغییر میکنن. زنها خیلی راحت خودشون رو با یک موقعیت جدید وفق میدن. مردها اینجوری نیستن. و میگن شما یعنی این ووک موومنت گفتم از 30 خورده سال پیش شروع شده.
و الان نگاه کنید جامعه الان 30 ساله های الان ببینید چقدر قدرت دارن. جامعه مثلا پسرای 30 ساله ببینید چقدر قدرت دارن، حالا نه فقط توی ایران، توی کل دنیا. یه زمانی در گذشته مثلا همین 20 سال پیش مثلا پدر من تو 18 سالگی 2 تا بچه داشت. خیلی از پدرای شما، پدر بزرگای شما همینجوری بودن، مرد میشدن. 18 سالش بود، 19 تا 20 ساله دیگه مرد بود برای خودش. الان من خودم رو مثال میزنم، من تو 20 سالگی اصلا نمیدونستم ریسپانسیبیلیتی چی هست. نمیدونستم، واقعا نمیدونستم. و من تازه از 21 22 سالگی تازه شروع کردم به این که مستقل بشم و برم سر کار و بعد دنبال ساختن زندگی خودم باشم. و این بده. این وک موومنت بده. این ضعیف کردن مردها بده. و بعد برای همه است. بعد برای خانواده است، بعد برای زن هاست، بعد برای مرد هاست، بعد برای همه است. برای کل جامعه بده. و حالا این رو بعداً ببینید دیگه، نتایجش رو چند سال آینده خواهید دید. همین الانش ما داریم نتایجش رو میبینیم. تو چند سال آینده که خیلی بیشتر این رو خواهیم دید. حالا داشتیم درباره اندرو تیت صحبت می‌کردیم. حالا اندرو تیت خیلی از حرفاش همینه در واقع. یعنی در واقع حرفایی که میزنه همینه. میگه باید هر دو نفر قدرتمند، میگه هم باید مردش قوی باشه، هم باید زنش قوی باشه. بعد این وک موومنت ها همینجوری ریختن سرش و اینو مثلا حرفاش از کانتکست خارج کردن. مثلا یه تیکه کوچیکی از حرفای این رو برمی‌داشتن میذاشتن توی مثلا تیک تاک، میذاشتن توی و چقدر این پلتفرم ها بدن. پلتفرم های شورت کانتنت مثل تیک تاک، مثل اینستاگرام فوق العاده بد هستن. یعنی در واقع دارن اینها، ما یه چیزی داریم به نام قدرت تمرکز. قدرت تمرکز افراد رو دارن میارن پایین. چجوری دارن میارن پایین؟ دارن لانگ کانتنت رو تبدیل میکنن به شورت کانتنت و این خیلی بده. یعنی افراد در گذشته میشستن مثلا کتاب 500 صفحه‌ای میخوندن، الان ولی نمیتونن حتی تحمل کنن که بیان مثلا یه لایو 1 ساعت و نیمه نگاه کنن. یه سری پیام میدن میگن که خیلی لایواتون طولانیه، نمیشه اینو کوتاه‌ترش کنید؟ خب چرا داره این حرفو میزنه؟ چرا دنبال اینه که کوتاه‌تر باشه؟ یا مثلا پیام میدن میگن که مثلا فلانی تو صفحه مثلا اینستاگرامش اینا رو مثلا 5 دقیقه میذاره، شما هم این کارو بکنید. یعنی طرف حالشو نداره که بیاد 1 ساعت و نیم از هفته خودشو بذاره که یه لایو 1 ساعت و نیمه نگاه کنه. چرا؟ چون که اون تالرنس تمرکزش رو آوردن پایین با شورت کانتنت ها. و الان نگاه کنید مثلا توییتر چرا موفق شد؟ چرا اصلا اومد؟ چرا شورت کانتنت رو اولین چیزی که اولین پلتفرم موفقی که برای شورت کانتنت اومد خود توییتر بود. یعنی آدما بیان فقط اسکرول کنن خیلی سریع چششون ببینه و یه پیامی بهشون منتقل بشه، به جای اینکه بشینن یه کتاب بخونن که مثلا 200 صفحه 300 صفحه است. حالا افراد به جای اینکه برن توی یوتیوب بخوان که یه چیزی رو دنبال کنن، یه آدیو بوکی رو مثلا گوش بدن، یه مطلب طولانی رو گوش بدن، میرن توی تیک تاک 1 دقیقه. الان خود اینستاگرام دقیقاً همون کاری رو داره انجام میده که تیک تاک داره انجام میده. یعنی همش داره میره سراغ شورت کانتنت، اصلا نمیذاره که لانگ کانتنت بذاری و جلوتو میگیره، یه مشکلی برات به وجود میاره، نشون نمیده. ولی هر چقدر مطلب کوتاه‌تر باشه این رو بیشتر داره بهت نشون میده. حتی خود یوتیوب داره این کار رو انجام میده. یعنی یوتیوبی که در واقع یه پلتفرمیه که اصلا برای لانگ کانتنت داره ساخته میشه، الان اومده یوتیوب شورت رو ساخته که مطالب 1 دقیقه‌ای رو شما بتونید بذارید. برای چی؟ به خاطر اینکه کل جامعه داره میره این سمتی. و ببینید توی جامعه‌ای که افراد همش کانتنت محتوای 1 دقیقه میاد، نمیتونن که اون تصویر بزرگتر رو پیدا کنن. مثلا همین حرفی که الان من زدم رو یه نفر بیاد این رو کات کنه، بگه که مثلا توی لایو کتابخوانی مثلا این آقای عطایی گفتش که
زنها نباید قدرت بگیرن، اینها دارن مردها رو مثلا ضعیف میکنن، زنها رو مثلا نمیدونم قوی میکنن، خیلی بده. این از این ور کات میکنه، اون از اون ور کات میکنه، بعد میذاره توی یه قسمتی از مثلا تیک تاک یا میذاره توی اینستاگرام خودش. خب کسی که این رو نمیدونه، این کانتکست رو نمیدونه که اصلا ما داریم درباره چی حرف میزنیم، آیا اصلا میتونه متوجه این بشه که اصلا حرف من چی بود؟ من اون وسط حرفام گفتم که من اعتقاد دارم که مساوی باید باشن، مردها باید قوی باشن، زنها هم باید قوی باشن. من مشکلی ندارم که زنها قوی بشن، اتفاقا زنها قوی بشن خیلی خوبه برای مردها. یک مرد نیاز داره که یک زن قوی کنارش باشه تا اینکه پیشرفت کنه. هیچ مرد دنبال یه زن ضعیف نیست. اون مردی که دنبال یه زن ضعیف هست خودش ضعیفه، ضعف داره و ضعف خودش رو میدونه و نمیخواد که اون زن قوی بشه تا ضعف خودش پوشش داده بشه. خیلی هستن اینجوری هم. یعنی طرف خودش مثلا بچلرز دیگری داره، مثلا لیسانس داره یا مسترز دیگری داره و همسرش هم مثلا مسترز دیگری یا بچلرز داره، هر دوشون مثلا توی سطحن. بعد خانومه میخواد بره درس بخونه، این نمیذاره، میگه تو نباید رتبت از من بالاتر باشه. اگه تو مثلا از من بالاتر باشی، یه حقوق از لحاظ حقوقی، مثلا خانوم داره کار میکنه، آقا داره کار میکنه، مردی حقوق کمی رو داره میگیره، اون زن اگر بره مثلا پیشرفت کنی، مدیر بشه، نمیدونم حقوقش بره بالاتر، این میخواد بهش بر بخوره، میگه که نه تو نباید، اصلا نباید بری سر کار، باید بمونی خونه. هر کاری میکنه که جلوی پیشرفت اون رو بگیره. یه سری دیدم که حتی یعنی یه کاری میکنن که یعنی میگن من مثلا بچه میخوام، یعنی از بچه به عنوان یه ابزار استفاده میکنه که اون زن رو ضعیف نگه داره، که نذاره اون پیشرفت کنه، که خودش بتونه در حد بالاتر باشه. اینا مردهای ضعیفی هستن، اینها ضعیفترین مردها هستن که نذارن یک زن پیشرفت کنه و این بده. و اونم بده، اونی که مثلا میخواد زن رو مثلا قوی کنه و مرد رو ضعیف کنه، یعنی این بالانسش رو به هم بریزه، اینم بده. حالا فکر کنید یه همچین اتفاقی برای اندرو تیت افتاده بود، یعنی هی اومدن حرفای این آدم رو کات کردن و گذاشتن توی تیک تاک، کات کردن گذاشتن توی اینستاگرام، کات کردن گذاشتن اینور و اونور و اینور و اونور، و این رو به عنوان یک آنتی فمینیست معرفی کردن، به عنوان یک آنتی نمیدونم هوموسکسوال معرفی کردن، به عنوان یک آنتی ال جی بی کیو تی معرفی کردن، به عنوان آنتی هیومن، اصلا کلا آنتی هر چیزی که شما فکرشو میکنید این آدمو معرفی کردن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ یه روز به صورت خیلی اتفاقی از توییتر حذف میشه، از یوتیوب حذف میشه، از تیک تاک حذف میشه، از نمیدونم همه چیز، یعنی هر چیزی که این آدم داشته توی اینترنت، توی مثلا دنیای واقعی، کلا همه، مثلا بانکش، مثلا نمیدونم حسابای بانکیش بلوکه میشن، نمیدونم کارت بانکیش دیگه کار نمیکنه، نمیدونم سایتاش از کار کلا هر چیزی که داشته رو ازش میگیرن. داشتیم این حرفو میزدیم دیگه، که در یک لحظه میتونن هر آن چیزی که شما ساختید رو ازتون بگیرن. در یک لحظه میتونن حساب بانکیتون رو از شما بگیرن، در یک لحظه میتونن که سایتتون رو ازتون بگیرن، در یک لحظه میتونن که هر چیزی که ساختید رو ازتون بگیرن و بعد یه برچسبی بهتون بزنن و شما بشید آدم بده، در حالی که شما آدم بده نیستید، خودتون هم میدونید این رو. ولی بقیه چی؟ آیا بقیه میدونن که شما آدم بده نیستید؟ چون همه میدیا رو دنبال میکنن و اجازه حرف زدن دیگه به شما نمیدن و شما جز لحظه حال هیچ چیز دیگه ای رو ندارید. حالا اندرو تیت چی کار کرد؟ اندرو تیت به جای اینکه بشینه قصه بخوره، بگه که من این همه کار کردم، این همه زحمت کشیدم، این همه پلتفرم ساختم، این همه خودمو معروف کردم، شدم یک تاپ جی یعنی یه تاپ گوگل پرسن، یعنی یه کسی که، یعنی در واقع اندرو تیت به خاطر این کانتروورسیایی که حولش بود شد تاپ جی، یعنی که یعنی در واقع شد بیشترین شخص گوگل شده در اینترنت. یعنی هم ملت میرفتن توی اینترنت میزدن اندرو تیت این کی هست، میگشتن ببینن این کیه، این چه شخصیه، این چه حرفی داره میزنه. و این ووک موومنت در واقع چون حرفایی که میزد بر علیه ووک موومنت بود، ووک موومنت چیکار کرد؟ این آدمو حذفش کرد. خب این آدم چیکار کرد؟
به جای اینکه بشینه قصه بخوره، دید که خب من الان چه کار میتونم انجام بدم، در این لحظه چه کاری میتونم انجام بدم. به جای اینکه تفکرات خودش رو عوض کنه، به جای اینکه بلیف خودش رو تغییر بده، به جای اینکه نمیدونم قصه بخوره، به جای اینکه نمیدونم هر کاری دیگه انجام بده، در هر لحظه هر کاری که دوست داشت میتونست انجام بده و همون کارهایی که میخواست رو انجام میداد. و در واقع از زمانی که توی یوتیوب بن شد، تعداد ویدیوهای یوتیوب این آدم خیلی بیشتر شد، خیلی بیشتر معروف شد، خیلی بیشتر دربارش حرف زدن و اتفاقا خیلی ثروتمندتر شد و کارش هم خیلی بیشتر گرفت و الان خیلی شرکت‌های بیشتری دنبال این هستن که این آدم بیاد اینها رو پروموت کنه و چون در واقع اینفلوئنسر هست دیگه، یعنی در واقع مفیدترین و بزرگترین اینفلوئنسر دنیا در حال حاضر هست. یعنی حرفی رو بزنه همه، یعنی کورکورانه حتی میان دنبالش میکنن، حرفای درست میزنه. به خاطر همین فالوورهای خیلی زیادی داره، در حالی که این فالوورها ازش گرفتن، ولی این آدم شروع کرد به کار درست انجام بدن. به جای اینکه قصه بخوره و بشینه و نمیدونم تمام اینا، کارشو انجام داد. حالا توی یوتیوب نتونست، اومد پلتفرمش رو عوض کرد و الان یعنی در واقع تعداد فالوورهایی که توی یه پلتفرم دیگه داره خیلی بیشتر از تعداد فالوورهای خودش توی یوتیوبه. یا درآمدی که داره از اون یکی پلتفرم داره میگیره خیلی بیشتر از درآمدی که از یوتیوب داشته در می آورده. یعنی در واقع هیچ عامل بیرونی نتونست روی این آدم تاثیر بذاره. چرا؟ چون تفکرش این رو میگفت، یعنی خود این آدم تفکرش بر اینه، میگه که هیچ چیزی نمیتونه رو من تاثیر بذاره، هیچ کسی نمیتونه رو من تاثیر بذاره. یعنی میگه شما نمیتونید من رو یعنی زمین بزنید، تنها روش که میتونید که من رو زمین بزنید که منو بکشید. تنها روشش همینه. گفت هیچ شکل دیگه ای نمیتونید. در واقع راست میگه. چرا؟ چون آدم اون یعنی چی داره که انقدر این رو داره پیشرفتش میکنه؟ اینجا ذهنش، ایده‌هاش، تفکراتش، بیلیفش، و ادامه داره میده. یعنی نمیاد دنبال اون وک موومنت ببینه اون وک موومنت داره چیکار میکنه که از اون بتونه استفاده کنه. در واقع این یعنی وک به معنی بیداری هست، ولی در واقع اینا همه کسانی که این وک هستن آدمای خوابی هستن. اینا باید بیدار بشن ولی نمیشن، توی یه مسیری هستن که این اجازه بهشون داده نمیشه. در واقع این آدم چی داشت؟ همه چیز ازش گرفتن، فقط لحظه حال رو داشت، فقط بلیف سیستم خودش رو داشت، یک سیستم بلیف قوی. همه چیز رو ازش گرفتن و این آدم قدرتمندتر شد، خیلی قدرتمندتر شد. یعنی توی یک ماه شاید 2 برابر 3 برابر از قبل اون که مثلا از همه جا بنش کنن محبوبتر شد، پولدارتر شد، ثروتمندتر شد، موفقتر شد، افراد بیشتری حرفش رو شنیدن. چرا؟ به خاطر اینکه داره دقیقاً همه این کارهایی که والاس داره میگه، والاس دی باتلز داره میگه رو داره انجام میده. این لحظه براش مهمه، نتیجه گرا نیست، به دنبال نتیجه نیست. میبینه که منو بند کردن از یوتیوب، خب کجا دیگه میتونم برم ویدیومو بذارم؟ چون که یه سری جاها دنبال اینن که در واقع بیان ویور بگیرن دیگه. یعنی اون کسایی که دارن با یوتیوب یه جوری رقابت میکنن از این فرصت میخوان استفاده کنن و بیان پلتفرم خودشون رو رشد بدن. چجوری میتونن رشد بدن؟ از طریق همین آدما. یعنی یه پلتفرم اومد گفتش که اندرو تیت بیا ویدیوتو بذار تو سایت ما هم میایم یه سهمی از سایتمون رو بهت میدیم، چون که اکثریت ویورای ما از طرف تو میشن، مثلا ما یه سهم هم حتی بهت میدیم، یا حتی مثلا اون سودی هم که قراره که از مثلا تبلیغات و اینا بگیریم مثلا سهم تو رو بیشتر میدیم بهت. یه سری پوان‌ها بهش دادن که خیلی بهتر از اون یوتیوب بود. و افرادی هم که دنبال روی این آدم هستن چیکار میکنن؟ میرن سراغ اون. یعنی مجبور نیستن که برن سراغ یوتیوب، اینطوری نیست که فقط یوتیوب باشه، میرن سراغ اون یکی سایت. خب منظور من چی بود؟ حالا برید دنبال اندرو تیت، برید ویدیوهاشو نگاه کنید اگر دوست دارید و میخواید که با تفکراتش آشنا بشید. و یه مثال فوق‌العاده است. یه مثال فوق‌العاده. گفتم بهانه ها رو وقتی شما یه چیزی رو باور نمی‌کنید و یه بهانه‌ای دارید،
برید دنبال مثال‌های نقضش و این مثال‌های نقض رو پیدا کنید. این هم مثال نقضی بود که برای خود من سوال بود. یعنی در واقع یعنی بعضی همیشه میپرسن میگن این مثالا رو شما از کجا پیدا میکنید؟ من نمیگردم پیدا کنم، خودشون میان سراغ من وقت نمیذارم، مثلا وقتشو ندارم که برم حالا چی سرچ کنم که چجوری میتونم یه کسی رو مثل اندرو تیت پیدا کنم. اینا خودشون میان، جذب میشن. یعنی در واقع اون چیزی که من به دنبالش هستم میاد و به من اثبات میکنه که من حرفم درسته. و ایده من چیه؟ باور من چیه؟ اینه که هیچ عامل بیرونی هیچ تأثیر رو هیچ قسمتی از زندگی من نداره. این ماتوی منه، این شعار من توی زندگیه. هیچ چیزی، هیچ عامل بیرونی. و مثالش رو اندرو تیت، همه چیزش ازش گرفتن، همه چیز، هر چی که زحمت کشته بود توی چندین سال، در یک لحظه با یک کلیک همه چیز رو ازش گرفتن. چه اتفاقی افتاد؟ موفق تر شد در یه زمان بسیار کوتاه. نه اینکه مثلا همون مقدار زمان دوباره وقت بذاره که موفق تر بشه، نه، توی یک هفته، تو 2 هفته به همچین موفقیت خیلی بالاتری رسید، به محبوبیت خیلی بالاتری رسید. همه چیز رو میتونن از شما بگیرن، پس دنبال نتیجه ها نباشید. در همین لحظه همه چیز میتونه از شما گرفته بشه. خدای نکرده همین الان یه جنگ جهانی شروع بشه، ایران هم جزئی از اونها باشه، کل سرمایه های مثلا کریپتویی خودتون رو از دست دادید، کل سرمایه های نمیدونم بورسی خودتون رو از دست دادید، حتی زمین اگر داشته باشید، خونه داشته باشید، هر چی داشته باشید، همه اینها رو از دست دادید. چیزی که براتون میمونه تفکرات شما و لحظه حال شماست. در این لحظه شما چه کار میتونید انجام بدید؟ در این لحظه، و مطمئن باشید اگر همین الان همه چیز از من گرفته بشه، یعنی همون یه دکمه بزنن همه چیز از من گرفته بشه، من میتونم دوباره پاشم و دوباره همون آدم موفق قبل، تازه موفق تر هم حتی بشم، با انگیزه بالاتر، و شکرگزارش باشم. این حتی همین امروز از من همه چیز رو یک نفر بگیره، من شکرگزارش خواهم بود که خدا رو شکر اینا از من گرفته شده، حالا من میتونم دنبال اون چیزی برم که میخواستم. حتما این اون مسیری نبوده که من باید بهش میرفتم، چون من یه تصویری از اون چیزی که میخوام دارم، پس این حتما من رو اونجا نمیرسونده. پس خدا رو شکر که اون از من گرفته شد، الان من میتونم به اون چیزی که میخوام برسم و بعد شروع کنم دوباره در لحظه حال دوباره کار کردن، حتی بیشتر کار کردن، حتی بهتر کار کردن. و هیچ فرقی نمیکنه که چی باشه چی نباشه. همین امروز اصلا کلا اینترنت از بین بره، من میتونم دوباره به همون موفقیت برسم و به همون چیزایی برسم که با بودن اینترنت میتونستم که بهشون برسم. پس چیزی که شما خیلی باید براتون مهم باشه این لحظه حال هست و هیچ چیز دیگری نباید براتون مهم باشه. ایده هاتون، تفکراتتون، باورهاتون، فیث، ایمانتون، ایمان به این که در دنیا یه چیزی به نام فرملس سابستنس هست که اینه که به من همه چیز میده. حالا این فرملس سابستنس رو شما میتونید خدا در نظر بگیرید، یونیورس در نظر بگیرید، انرژی در نظر بگیرید، ولی یه چیزیه. باور ما اینه، این از من بزرگتره، این از منه، من از اینم. یعنی یکی هستیم، کل ما در دنیا یک چیز واحد هستیم، چیز جدا نیست و به من داده میشه. پس رئیس من نمیتونه که بیا جلوی این رو بگیره که من نتونم به اون برسم، چون این به من داده میشه. من باید کار لحظه حالم رو انجام بدم و باورم این باشه که بقیه اصلا نمیتونن که جلوی من رو بگیرن، و این تفکر که بقیه هم از ما جدا نیستن، همه یکی هستیم، یه چیز واحدیم، همه چیز در دنیا یک چیز واحد هست. و وقتی بتونید که به این توجه کنید، دیگه نمیگید که این جداست، اون دشمن منه، این نمیدونم میخواد جلوی من رو بگیره، این نمیذاره من پیشرفت کنم، این نمیدونم فلانه. همه اینا یک چیز هستن، یک واحد. این چیزی که مهمه. گفتن که تو شرایط خاص مثل قطع شدن اینترنت یا هر شرایط دیگه مثل این چطوری میشه ذهن رو کنترل کرد و کار درست رو انجام داد، که الان بهتون گفتم همون کاری که من انجام دادم. یعنی شما میتونید که از اون فرصت، یعنی این رو به عنوان یه فرصت در نظر بگیرید، به عنوان یه چیز خوب در نظر بگیرید. یعنی خدا رو شکر کنید، شکرگزاری کنید توی هر موقعیتی
که خدا رو شکر اینترنت قطع شد. حتما نیاز نیست که اینو به زبون بیارید و گفتم این شکرگزاری یعنی اینکه حس خوبی داشته باشید، یعنی لذت ببرید ازش. اینترنت قطع میشه، خب خدا رو شکر من الان مثلا میتونم که فلان کار رو انجام بدم. یعنی اگه اینترنت بود من باید فلان کارم، ولی الان میتونم فلان کارم رو انجام بدم. خیلی راحت میتونید اینا رو انجام بدید. گفتن که دقیقاً برعکس جواب داد. تازه قطع کردن پلتفرماش باعث رشد 10 برابری شد و عدو سبب خیر شود. دقیقاً همین بود و با باوری که تو ذهنش داشت مطمئن بود که به نفع خودش میشه این بند کردنش. بله دقیقاً. و گفتن که وای یا ولی منم برام سوال شده بود که بعد از دیدن ویدیوهای آموزشی کوتاه و پشت سر هم در آخر هیچ یاد نمیگیریم چون واقعا نمیشه تمرکز کرد. باید حواستون باشه دیگه، یعنی باید حواستون باشه که در چه مسیری دارید قدم برمی‌دارید. ببینید شما میتونید که اگر باورهاتون درست باشن میتونید که از این محتوای کوتاه هم استفاده کنید، ولی محتوای بلند رو فراموش نکنید. نمیگم که محتوای کوتاه بده، اگر به صورت درست استفاده بشه. ببینید مثل اینه که یک نفر بگه چاقو بده و بگه نه واقعا چاقو بده، از چاقو بدتر مثلا وجود نداشته باشه و اصلا نخواد بپذیره که یه سری کارهای مثبت هم میشه با چاقو انجام داد. منم نمیگم محتوای کوتاه بده مطلقه، نه بد مطلق نیست و اگر بشه ازش خوب استفاده کرد خیلی هم خوبه، که اتفاقا منم میخوام ازش استفاده کنم. هم توی کانال یوتیوب عطایی آنلاین میخوام که از این محتوای کوتاه استفاده کنم، یعنی محتوای 1 دقیقه استفاده کنم، و هم توی تیک تاک هم توی کانال اینستاگرام عطایی آنلاین. یعنی در واقع میخوام استفاده کنم ولی استفاده درست. ولی شما باید حواستون باشه که ذهنتون رو، یعنی اون تالرنس تمرکزی خودتون رو روی محتوای کوتاه فقط قرار ندید و از محتوای بلند فراری باشید. یعنی اگر ببینید که من یه محتوایی رو میخوام نگاه کنم، این محتوا مثلا 1 ساعت و نیم 2 ساعته، دیگه اصلا ولش کنم، اصلا دنبالش نباشم. من یه ویدیوی اندرو تیت رو نگاه می‌کردم با پاتریک، نمیدونم پاتریک رو میشناسید یا نه، حالا اسم فامیلش هم یادم نمیاد الان. پاتریک یک ایرانی هست، ایرانی بسیار موفق که توی آمریکا داره زندگی میکنه و کانال یوتیوب والیوتینمنت رو داره. یعنی اگر شما توی یوتیوب سرچ کنید والیوتینمنت پاتریک، این رو میتونید که ببینید. ایرانیه، بسیار موفق، بسیار ثروتمند و خیلی سال پیش زمانی که انقلاب شده بود از ایران میرن و خیلی آدم موفقیه، فوق‌العاده انسان موفقی هست و همیشه گفتم برید دنبال این آدمای موفق و اینا رو پیدا کنید و حرفاشون رو گوش بدید. حالا توی والیوتینمنت یه مصاحبه‌ای کرده بود پاتریک با اندرو تیت و من اینو گوش میدادم. فکر میکنم 5 ساعت مصاحبه است. 5 ساعت مصاحبه است. حالا فکر کنید چند نفر هستن که میشینن 5 ساعتشو گوش میدن. حالا من یه عادتی دارم، اونم این هست که مثلا اگه فیلمی باشه که خودم بخوام تنهایی نگاه کنم، مثلا 20 دقیقه نیم ساعتشو نگاه میکنم، بعد 20 دقیقه نیم ساعت مثلا فردا نگاه میکنم، 20 دقیقه نیم ساعت پس فردا نگاه میکنم، 20 دقیقه نیم ساعت پس اون فرداش نگاه میکنم تا این مثلا فیلم مثلا 2 ساعت 2 ساعت و نیم رو بتونم که تمامش کنم. یعنی اینجوری تماشا میکنم من فیلم. و حالا اگر مثلا بخوام که مثلا فیلم با همسرم ببینم، خب مثلا میشینیم یه 2 ساعت مثلا فیلمو نگاه میکنیم. ولی خب اگر خودم باشم من اینجوری نگاه میکنم، یعنی کوتاه نگاه میکنم ولی کلش رو نگاه میکنم. حالا من هیچ وقت 5 ساعت فرصت ندارم که بشینم تمام این رو نگاه کنم، به خاطر همین میشستم مثلا نیم ساعت 45 دقیقه، نیم ساعت 45 دقیقه تو روزهای مختلف نشستم ولی کلشون گوش کردم که ببینم مثلا چی داره میگه، چه حرفی داره میزنه. و خیلی جالب بود، خیلی حرفای قشنگ، خیلی جالبی بود. حالا منظور من چیه؟ اینه که شما توی توییتر باشید خیلی هم خوبه، فوق العاده است. شما نمیدونم اینستاگرام شورتس رو نگاه کنید یا یوتیوب شورتس رو نگاه کنید، استوری اینستاگرام رو نگاه کنید، تمام اینا رو انجام بدید، نگاه کنید، خوبه، بد نیست، میتونه بهتون کمک کنه، ولی به شرط اینکه خودتون رو محدود نکنید فقط به اون محتوای 1 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای و این باعث این بشه که دیگه محتوای مثلا 1 ساعت و نیم 2 ساعت 3 ساعت رو کلا مثلا نخواید دنبالش برید. و این متأسفانه خیلی زیاد دیده میشه، خیلی زیاد. یعنی باورتون نمیشه که مثلا توی کلاس‌های مجازی
دانش زبانمون که برگزار میشه، مثلا درس چقدره؟ مثلا حدود 1 ساعت 45 دقیقه است. حتی اونو نمیتونن بشینن نگاه کنن و نمیخوان بشینن مثلا 1 ساعت و نیم، مثلا میتونن سر کلاس 1 ساعت و نیم بشینه سر کلاس، ولی نمیتونه 1 ساعت و نیم ویدیو تماشا کنه. و این آثار مخرب همین یوتیوب نه، اینستاگرام و تیک تاک و این است. پس دنبال اونها باشید، دنبال اینا هم باشید، محتوای بلند رو از دست ندید. پرسیدن که پاتریک انگلیسی حرف میزنه یا فارسی؟ انگلیسی حرف میزنه. از بچگی آمریکا بوده، یعنی در واقع ارمنی هست که حالا 10 سالی که مثلا تو بچگیش توی ایران بودن، بعدن انقلاب میشه، از ایران میرن فکر کنم آلمان، از اونجا بعد میرن آمریکا، یه همچین شکلیه. و خیلی انگلیسی خیلی خوبی هم داره، مثلا لهجه و اینا هم نداره، برعکس مانی خوشبین. مثلا مانی خوشبین یکی از ایرانیای موفق دیگه‌ای هست که توی آمریکا داره زندگی میکنه، ولی خب هم فارسی حرف میزنه. من دیدم، یعنی یه بار با مانی خوشبین داشت توی مسابقه داشت شرکت میکرد که مثلا بهتر، مثلا مانی خوشبین خیلی ماشین بازه، چون ماشین خیلی دوست داره، منم چون ماشین خیلی دوست دارم ویدیوهاشو دنبال میکنم. داشت ماشین خودش یه بوگاتی داره، یه بوگاتی خیلی خاص داره، اینو داشت میبرد توی مسابقه شرکت کنه. بعد اونجا یه نفر یه ایرانی رو دید، برگشت گفت ما آقا مخلصیم. خیلی قشنگ، خیلی سلیس فارسی هم داشت صحبت میکرد و لهجه خیلی خوبی هم نداره، ولی خب ببین لهجه نداره، یعنی در واقع لهجه داره، نمیگیم لهجه نداره، لهجه انگلیسی، لهجه استاندارد انگلیسی نداره، لهجه فارسی داره، قشنگ فارسی حرف میزنه. حتی همسرش هم خیلی وقت مسخرهش میکنه، چرا اینجوری تلفظ کردی، اینجوری حرف بزنی، اینجوری باید میگفتی. این کاری نداره. و با این که لهجه داره و لهجه خیلی غلیظی هم داره، در واقع لهجه فارسی غلیظی داره و انگلیسی حرف میزنه، یکی از موفق ترین آدما توی آمریکاست. خیلی میگن که نه من مثلا مهاجرت هم کنم چون لهجه دارم نمیتونم، یعنی از لهجهشون میترسن. یعنی این بهانه است دیگه، یعنی تمام اینا بهانه‌ان، در حالی که این آدما میرن و ببینید که چقدر موفق میشن. و گفتن که اگه خودمون رو محدود میکردیم به شورتکات الان اینجا نبودیم. دقیقاً کسانی که اینجا هستند و میان مثلا 1 ساعت 1 ساعت و نیم 2 ساعت میشینن اینجا و ویدیوها رو نگاه میکنن، یا کسانی که پادکست ها رو دارن گوش میدن، یعنی شما در واقع دنبال همین هستید. و یه چیزی رو بگم، یه حالا نکته جالبی رو همین که گفتم پادکست یادم افتاد. پادکست هایی که من توی کانال پادکست آموزش زبان عطای آنلاین گذاشتم همه محتوای بلند هستن، یعنی محتوای در واقع مشاوره‌ای بلند. و باورتون نمیشه چقدر کامنت منفی، چقدر مثلا آدما پیام میدادن میگفتن تو وقت ما رو تلف میکنی، من 1 ساعت نشستم دارم اینو گوش میدم نمیدونم فلان. چرا؟ چون که همه دنبال اینن که 5 دقیقه وقت بذارن، دنبال این که 10 دقیقه وقت بذارن، اصلا حالشو نداره طرف که بشینه مثلا 1 ساعت، و دنبال اینن که نتیجه بگیرن، دنبال این نیستن که در مسیر درست قرار بگیرن. طرف نتیجه میخواد، یعنی نمیخواد یاد بگیره که چطور من به اون نتیجه برسم، یا تو بهم یاد بده مستقیم این لقمه رو بذار دهن من، یاد نده بهم که من چجوری خودم لقمه بگیرم. خیلی یعنی انقدر کامنت منفی من میگرفتم توی این پادکست ها که دیگه اصلا تصمیم گرفتم اصلا کلا این نرم افزار پادگیر رو از روی گوشی خودم کلا پاک کنم که اصلا این کامنت رو اصلا نبینم، چون در واقع برای من اصلا اهمیتی نداره که اونا چه فکری میکنن، چون من میدونم که این مسیر درست اینه، راه درست اینه، و چون یه نفر فوکس تالرنسش خیلی پایینه و نمیتونه دنبال کنه، پس مشکل اونه نه مشکل من. یعنی در این حد همه مشکل اینجوری رو دارن. گفتن که دوستانی که اطلاع دارن شخصیت هایی که استاد میگه اینجا انگلیسی تایپ کنن تا بهتر سرچ کنن، خودم تایپ میکنم اینا رو. یکی اندرو تیت هست، یکی دیگه پاتریک رو گفتم، پاتریک از کانال یوتیوبش به نام والیوتینمنت هست. و دیگه کس دیگه رو گفتم.
حالا به هر حال پس یکی اندرو تیت هست، یکم که پاتریک از کانال ولیوتینمنت. خب به هر حال خیلی خوبه که این آدمای موفق رو الگو قرار بدیم و ازشون بدمون نیاد. یه چیز بد این هستا، اینه که یه سری از آدمای موفق بدشون میاد، از آدمای ثروتمند بدشون میاد. مثلا نمیدونم یه سری میان درباره مانی خوشبین میگن که مثلا من اصلا خوشم نمیاد، همش داره پوز ماشیناشو میده. پوز ماشیناشو میده یعنی چی آخه؟ این آدم موفقیه و داره به عنوان الگو عمل میکنه. یکی از مشکلاتی که ما توی ایران داریم اینه که آدمای موفق نمیان خودشون رو الگو قرار بدن، یعنی نمیخوان ریا بشه در واقع. یعنی یه فرهنگ بدی که ما داریم، یه فرهنگ منفی که ما داریم اینه که نمیخوایم ریا بشه. چرا ریا بشه اصلا؟ چرا مگه ما میخوایم پوز بدیم؟ مگه ما میخوایم که فخر بفروشیم به کسی؟ مگه ما میخوایم بگیم که من از تو بهترم؟ نه، ما میخوایم که الهام بخش بقیه باشیم. میخوایم بگیم که آقا من تونستم، تو هم میتونی. حالا میگم من، یعنی ما میخوایم که خودمون رو در حد اینا قرار بدیم دیگه. یعنی من یعنی از لحاظ ثروتی حتی نزدیک مثلا مانی خوشبین یا پاتریک و اینا هم حتی نیستم، ولی میگم که ما نباید اینجوری فکر کنیم. یعنی اینا دارن اینجوری فکر میکنن، میگن که من باید همچین کار رو انجام بدم، من باید الهام بخش این باشم. خود مثلا مانی خوشبین یه زمانی یه فروشنده ساده بوده، یه کارگر ساده بوده، یه پادوی ساده بوده. الان ببینید که چه بیزنسی داره و این میخواد که شیر کنه این رو. میگه که آقا لذت ببرید، من تونستم، این نعمت خداست، شما هم میتونید که این کار رو انجام بدید. بعد یه سری بدشون میاد از این، میگه نه این فلان خیلی پوز میده، مثلا خود درباره خودش حرف میزنه، مثلا نمیدونم به خودش میگه فلان، نمیدونم ماشینشو به رخ این میکشه، نمیدونم از فلان جا میره عکس میگیره، نمیدونم فیلم میگیره، خود پوز بده. خب بذار پوز بده. اگرم واقعا هدفش پوز دادن بود که هیچ وقت به اینجا نمیرسید. پس هدفش پوز دادن نیست. این آدم فوق العاده موفقیه. این رو ما دوست داشته باشیم. اینا رو ما باید دوست داشته باشیم. یعنی اگر شما میبینید که یه آدم موفق میبینید و ناراحت میشید از موفقیت اون آدم، یا نمیتونید ببینید، یا چشم دیدن این رو ندارید، مطمئن باشید یعنی یه به صورت ریشه‌ای با پول مشکل دارید و دنیا اون فرمول سابستنس به شما اون پول رو نخواهد داد، چون شما باهاش مشکل دارید. پس نباید از این آدما بدتون بیاد. گفتن که یک معرفی کنید که فارسی حرف بزنه چون زبانمون قوی نیست. زبان باید یاد بگیرید. دنبال این نباشید که یعنی کسی بیاد با شما فارسی حرف بزنه و شما به اون موفقیت برسید. من دارم فارسی حرف میزنم، جز من نمیدونم کی میتونید پیدا کنید که طبق گفته های در واقع ساینس آف گیتینگ ریچ این رو بهتون بگه. محتوای فارسی زیاده، ولی خود من شخصا دنبال این محتوای فارسی هیچ وقت نرفتم، چون یعنی وقتی شما میتونید برید سراغ اوریجینالش، چرا برید سراغ یه چیزی که اب اوریجینال باشه؟ یعنی من خودم چون سراغ اوریجینالش رفتم، سراغ مثلا من میرم کتاب به زبان اصلی خودش میخونم، نه ترجمهش رو. اگر مثلا یه پادکستی باشه به زبان اصلی خودش گوش میدم، نمیرم هیچ وقت دنبال مثلا پادکستی که زبان فارسی باشه. بخاطر نمیدونم هستن نیستن، خوبن نیستن. ولی شما برید سر اصل مطلب. نگید که من زبان بلد نیستم پس نباید این کارو انجام بدم. شما زبان بلد نیستید، پس برید زبان رو یاد بگیرید، زبانتون رو قوی کنید. یعنی اسکیل ها، گفتم جلسه پیشم، شما باید اسکیل های متفاوت داشته باشید تا به موفقیت برسید. اگه میخواید موفقیت خیلی خوبی بهش برسید، اولین کاری که زبان یاد بگیرید. موفقیت، تکنولوژی، همه اینها نیاز زبان دارن. اگر شما زبان بلد نباشید به مشکل میخورید. بازم بهانه نیستا. یعنی برید نگاه کنید، بگید که من زبان بلد نیستم، برید نگاه کنید ببینید خیلی از زبان بلد نیستن ولی دارن به موفقیت خیلی زیادی میرسن. اوکی؟ پس یعنی صرفا این نیست که من زبان باید حتما بلد باشم تا به موفقیت برسم. نه، ولی اگر میخواهید که این آدمای موفق رو ببینید، باید شما برید سراغ یاد گرفتن زبان. و من خیلی خوشحالم که زبان انگلیسی رو یاد گرفتم و میتونم تمام این آدما رو پیدا کنم و دنبالشون برم. حالا اگر این آدمای موفق مثلا زبان اسپانیایی داشتن
من به جای اینکه برم دنبال اینکه یه کسی رو فارسی زبان پیدا کنم که بیاد اینا رو ترجمه کنه، میرفتم اسپانیایی یاد میگرفتم و میرفتم سراغ اینها و اینا رو گوش میدادم. ولی خب زبان انگلیسی زبان پیشرفته، در واقع زبان علمه، زبان کل دنیاست. شما مثلا یه فیلسوف که نمیتونیم بهش بگیم، در واقع یک گورو هست، راد گورو، که اینا من بنویسم، فکر میکنم اگر اسمشو درست بنویسم، اول سرچ کنم ببینم اسمشو درست مینویسم یا نه و بعد براتون میگم. پیدا نمی کنم، حالا بعداً اگه یادم بیاد بهتون میگم. یه گوروی هندی هست، راد گورو، حالا اسمش یه ذره سخته اسپلینگش، و به انگلیسی حرف میزنه، خیلی هم معروفه، خیلی هم حرفای قشنگی میزنه و در واقع همین چیزایی که توی ساینس آف گیتینگ ریچ میگه این آدم هم همونا رو میگه، حالا با یه شکل دیگه‌ای، به یه شکل قشنگی، خیلی قشنگ حرف میزنه، خیلی زیبا حرف میزنه. و یکی از قشنگترین حرفایی که زده بود و برای من خیلی جالب بود، میگفتش، بازم اینم درباره لحظه حال میگفتش که بزرگترین رنج بشریت این بوده، یعنی دو چیز بوده بزرگترین رنج بشریت، یکی memory of the past، یکی illusion of the future. memory که میشه حافظه، یعنی اون خاطرات گذشته، و illusion هم که به معنای illusion نمیدونم فارسی چی میشه، illusion of the future، یعنی یک، اگه فارسیشو میدونید تایپ کنید، که در آینده میاد. illusion یه تصویر غیر واقعی در واقع میشه illusion، تصویر غیر واقعی که از آینده ما داریم. یعنی این دو تا چیز واقعا همینطوره. ببینید که رنج، یعنی کسانی که رنج میکشند همه یا دارن از گذشته رنج میکشن، از اتفاقات گذشته، یا دارن از آینده رنج میکشن، از اون اتفاقاتی که قراره که در آینده بیفته و ازش یعنی در واقع چون اکثریت افراد دارن به آینده منفی دارن فکر میکنن، نه آینده مثبت، نه آینده قشنگ، نه آینده زیبا. هندی طرف ولی داره به انگلیسی حرف میزنه، چون که زبان علم، زبان پیشرفت انگلیسیه. شما مجبورید، یعنی تمام این کسانی که خیلی پیشرفت میکنن، خیلی موفق میشن، همه محتواشون به انگلیسی هست، کتاباشون به انگلیسیه، نمیدونم سمیناراشون به انگلیسی هست، پادکستاشون به انگلیسیه، مصاحبهاشون به انگلیسیه. انگلیسی رو باید یاد بگیرید به هر حال. یعنی اگر یاد نگیرید انگلیسی رو، مطمئن باشید که به مشکل میخورید. گفتن که لهجه رو چجوری یاد بگیریم. یه چیزی رو بهتون بگم، شما لهجه رو یعنی شما باید از لهجه فرار کنید. شما نباید لهجه داشته باشید، شما باید انگلیسی استاندارد رو یاد بگیرید. انگلیسی شما باید استاندارد باشه. و اینکه انگلیسی استاندارد چیه؟ انگلیسی استاندارد اونیه که در اون منطقه خاص داره صحبت میشه. مثلا شما اگر دارید توی تهران زندگی میکنید، لهجه تهرانی لهجه استاندارد اینجاست توی تهران. اگر اصفهان زندگی میکنید، لهجه استاندارد لهجه اصفهانیه. اگر مثلا توی یک شهر دیگه، توی شهر دیگه، این میشه لهجه استاندارد. پس توی یادگیری زبان دنبال لهجه نباشید، اولا دنبال تلفظ استاندارد باشید، درست بتونید تلفظ کنید. وقتی که درست تونستید تلفظ کنید، تلفظ درست رو یاد بگیرید. اگر یه روزی مهاجرت کردید، اون موقع لهجه خود اونجا رو میتونید که یاد بگیرید و نگرانش نباشید. از الان شما نباید وقت بذارید. اگر شما یه روزی مهاجرت کردید، به هر جایی که رفتید، اکسنت کوچ در اون محل وجود داره. یعنی یه سری اساتید هستن بهشون میگن اکسنت کوچ. شما میرید پیش اکسنت کوچ ها و اونجا کم کم لهجه خودتون رو تبدیل میکنید به لهجه اون محل خاص و پس نگران لهجه و اینا نباشید. بعدم اصلا هیچ اهمیتی در واقع نداره. زمانی که شما در خارج از اون کشور زندگی میکنید، لهجه هیچ اهمیتی نداره. همین که تلفظ درست داشته باشید همین کفایت میکنه.
خب بریم یه ذره از این قسمت چپتر 14 من بهتون بگم و ادامهشو بذاریم که قسمت آینده، چون خیلی امروز من حرف زدم. خب اولش گفتیم که whether you charge، این change نیست، charge، whether you charge your vocation or not. vocation یعنی اون شغلی میشه. charge به معنای پول دریافت کردن از مشتری هست. میگه که چه شما توی شغلتون از کسی پول بگیرید یا نه، یا مثلا در واقع یعنی کارتون پولی باشه یا به رایگان انجام بشه. Your actions for the present، کاری که شما انجام میدید در حال حاضر، must be those pertaining to the business in which you are now engaged. کارهای شما باید، کاری که در حال حاضر شما دارید انجام میدید باید مرتبط باشن. pertain یعنی مرتبط بودن. To the business in which you are now engaged، باید به اون موقعیتی باشه، به اون کاری باشه، مرتبط به اون کاری باشه که شما در حال انجامش. engage یعنی انجام دادن. و بعدش گفتیم که you can get into the business you want by making constructive use of the business you're already established in. میگه شما میتونید، قدرت این رو دارید، توانایی این رو دارید که وارد بیزنسی بشید که میخواید by making constructive use of the business you're already established in. با استفاده کردن مفید، constructive در اینجا به معنی مفید میشه، استفاده مفید از بیزنسی که الان توش هستید. established in یعنی که الان توش کار دارید انجام میدید. By doing your daily work in a certain way، با انجام دادن کارهای خودتون به صورت خاص، یعنی در لحظه باید قدرت بهش بدید و همون کاری که در اون لحظه میتونید انجام بدید رو به بهترین شکل ممکن انجام بدید. And in so far as your business consists in dealing with other men، و مادامی که so far as در واقع که مادامی تا اون جایی که بیزنس شما شامل معامله کردن با افراد دیگه میشه، whether personally or by letter، چه به صورت شخصی باشه یعنی face to face باشه، or by letter یا به صورت مثلا نامه‌نگاری باشه، the key thought یعنی تفکر کلیدی of all your efforts، تفکر کلیدی تمام تلاش های شما، efforts یعنی تلاش، must be to convey to their minds، باید این باشه که انتقال بدید به ذهن اونها the impression of increase. impression یعنی در واقع اون رشد رو یا اون نشانه های از اون رشد رو باید بهشون انتقال بدید. یعنی این که increase is what all men and all women are seeking. تمام مردها و تمام زنها یعنی تمام مردم دنیا به دنبال رشد هستن. It is the urge of the formless intelligence within them. ما توی قسمت‌های قبلی گفتیم که formless intelligence یا formless substance به دنبال پیشرفته. یعنی این گفتیم این قانون دنیاست. اولین قانون دنیا پیشرفته، رشد کردنه. هر چیزی داره رشد میکنه. یعنی شما یه دونه رو میکارید شروع میکنه به رشد کردن. چون این تنها کاری که میخواد انجام بده. یه بچه به دنیا میاد شروع میکنه رشد کردن. همه چیز به دنبال رشد، یعنی هر چیز زنده‌ای به دنبال رشد کردن هست. و میگه که این چیزیه که تمام مردها و زنها به دنبالش هستن. سیک یعنی به دنبال چیزی بودن. It is the urge of the formless. urge یعنی میل خیلی زیاد. میگه این میل formless substance که در درون آدم هاست. seek in fuller expression که به دنبال این هستن که تجلی پیدا کنن یا تجلی کاملتری رو پیدا کنن. یعنی در واقع در تمامی ما، یعنی چه من چه شما، ما همه دنبال پیشرفت هستیم، همه دنبال رشد هستیم، میخوایم رشد کنیم. گفته the desire for increase is inherent in all nature. یعنی میل به رشد ذاتی هست در تمام، در واقع nature در اینجا به معنای طبیعت یعنی همه چیز میشه، نه فقط گل و گیاه، انسان، حیوانات، زمین، سیاره ها، همه چیز. به کل این میگیم nature اینجا. It is the fundamental impulse of the universe. میگه این میل یا خواسته اصلی، fundamental یعنی اصلی، میگه این میل اصلی کل یونیورس ماست و ما باید به این باور داشته باشیم که کل یونیورس داره رشد میکنه. یعنی همون فضایی که ما در نظر داریم، توی فضا مثلا ما میگیم که در واقع کهکشان و همه اینا دارن رشد میکنن، همش در حال تغییر هستن، همش در حال رشد هستن، همش در حال ساخته شدن هست. یه تفکر اشتباهی که
حالا خیلی‌ها به اشتباه این رو ترجمه کردن، این هست که خدا دنیا رو در 7 روز آفرید، جمله گذشته، تمام، کامل شد. در حالی که کامل نشد، هنوز در حال آفرینش هست. چرا؟ چون که ما از خدا هستیم و ما به عنوان کسانی که از روح خدا در ما دمیده شده داریم میآفرینیم. چجوری میآفرینیم؟ با تفکر خودمون. یعنی به چیزی فکر میکنیم و اون برای ما به وجود میاد. فرملس سابستنس اون رو برای ما به وجود میاره. و در واقع یه تفکری که وجود داره این هست. حالا خیلی ما نمیتونیم این رو بپذیریم چون که ما میخوایم که حتما برامون ثابت بشه، ولی یه تفکر اینه که کل دنیا بر اساس تفکر آدما، تفکر انسان‌ها یا تفکر چیزها آفریده شده. یعنی مثلا انسان تفکر میکنه که یه چیزی وجود داره به نام سیاره در فلانجا وجود داره و بعد میره میگرده و میبینه که بله همچین چیزی وجود داره. خب این از کجا میدونه که همچین چیزی وجود داره جز اینکه تفکر کنه و اون به وجود بیاد؟ یعنی یکی از تفکرات در واقع این هست که نمیشه ثابتش هم کرد. حالا شما میتونید که این رو باور کنید، میتونید باور نکنید، ولی در واقع با این چیزی که داره اینجا گفته میشه، توی این کتاب گفته میشه، در واقع این وجود داره. چون ما به هر چیزی که فکر کنیم دنیا براش، یعنی اون فرملس سابستنس، چیزی براش غیر قابل انجام نیست. یعنی نمیشه بگه که خب نه اینو نمیتونم انجام بدم، یعنی این انجام پذیر نیست، حالا مثلا یه کار دیگر رو انجام میدم بجاش. برای فرملس سابستنس همچین چیزی وجود نداره. پس این تفکرات در واقع ختم میشن به اون به وجود اومدنه. پس همه چیز داره رشد میکنه و کل دنیا، یعنی فاندامنتال ایمپالس کل یونیورس ما در واقع این هست که رشد کنه. گفته که all human activities are based on the desire for increase. میگه تمامی فعالیت‌های انسان بر اساس میل به رشد هست. هر کاری که ما انجام میدیم به خاطر میل به رشده. هر کاری که ما انجام میدیم، یعنی میریم سر کار برای اینکه رشد کنیم، مثلا پول میخوایم برای اینکه رشد کنیم، میخوایم یه چیز جدید داشته باشیم، یه چیز جدید بخریم و هی میخوایم چیزای جدید داشته باشیم، سیر نمیشیم از داشته های جدید. بجز چه کسانی؟ کسانی که به یه قله رسیدن و اونجا دیگه گفتن که دیگه از من گذشت، دیگه من نمیخوام. اینا فرق داره. اینا کسانی هستن که دنبال اینکریس دیگه نیستن و اینها در واقع محکوم به فنا هستن. گفته people are seeking more food. یعنی آدم‌ها، مردم به دنبال seek، یعنی دنبال چیزی بودن. seeking more food، دنبال غذای بیشتر هستن. more clothes، لباس بیشتر. better shelter، سرپناه بهتر. more luxury، یعنی چیزای لوکس بیشتر. more beauty، زیبایی بیشتر. more knowledge، دانش بیشتر. more pleasure، لذت بیشتر. increase in something، یعنی رشد در یه چیزی. حالا فرقی نمیکنه چی باشه. more life، کل اینا لایف ما هستن. وقتی ما میگیم more life منظورمون کل ایناست دیگه. یعنی انسان به دنبال بیشتر هست. انسان معمولی، انسان طبیعی باید به دنبال بیشتر باشه. اگر میبینید که یه نفر یا خودتون حتی به دنبال بیشتر نیستید، اونجا یعنی در واقع به اون قله رسیدید و به نقطه خطرناکی رسیدید. همیشه باید بیشتر بخواید، بیشتر، خیلی بیشتر. چرا کم؟ حتی چرا آدم بخواد کم داشته باشه؟ مگه این یونیورس محدوده که ما بخوایم کم داشته باشیم؟ بیشتر بخوایم، بیشتر بخوایم، هر روز بیشتر بخوایم، هر چقدر داشته باشیم بیشتر بخوایم. یه سری میگن چرا بیشتر میخواد فلان، چرا اینقدر زیاده خواهه؟ یعنی زیاده خواهی رو ما بد میدونیم، یه صفت بد میدونیم این رو، در حالی که اصلا بد نیست. و این تفکر رو از خودتون و از خانواده خودتون بیرون ببرید. چرا اگر من مثلا یه دونه ماشین داشته باشم نباید 2 تاش کنه، نباید 3 تاش کنه، نباید 4 تاش کنه، نباید 5 تاش کنم؟ یه سری رو سرزنش میکنن افرادی رو که زیاد کار میکنن و بیشتر میخوان. میگه مگه همینقدر داری؟ بس دیگه. شنیدید اینو دیگه؟ میگه بس دیگه، چقدر میخوای؟ مگه چقدر میخوای؟ مگه کم داری؟ همین الان میگه اگه کار نکنی مثلا 7 تا مثلا نسل بعدت تأمینن. چرا خودتو میکشی؟ در حالی که دنیا اینجوری، دنیا میگه که بیشتر بیشتر بیشتر. چرا باید کم بخوای؟
وارن بافت الان نمیدونم 90 چند سالشه، هر روز میره سر کار. حالا کار سختی نداره که مدیره، ولی هر روز داره میره سر، چون بیشتر میخواد. یه سری میگن بابا 90 خورده سالشه، برو لذت زندگی تو ببر دیگه. داره لذت میبره، اون داره لذت میبره. چرا؟ چون که fundamental impulse of universe is increase. یعنی اون میل، وقتی میگه impulse یعنی میل شدید در واقع، یعنی میل شدیده در یونیورس که میخواد رشد کنه، نمیخواد ثابت بمونه. ثابت موندن یعنی به فنا رفتن، ثابت موندن یعنی مردن. ادامه بدیم. گفته که every living thing is under this necessity for continuous advancement. میگه هر چیز زنده‌ای، نگفته فقط انسان، هر چیز زنده‌ای is under this necessity، یعنی تحت این فشار هست، در واقع فشار نیازی، for continuous advancement، برای پیشرفت مداوم. where increase of life ceases، یعنی زمانی که یا جایی که پیشرفت یا رشد زندگی cease یعنی استاپ شدن، متوقف شدن. میگه در جایی که رشد زندگی متوقف بشه dissolution and death set in at once. dissolution یعنی تجزیه شدن، از بین رفتن. death یعنی مرگ. set in به معنی شروع شدن یه چیز بد هست. at once یعنی در همون لحظه، یعنی در لحظه‌ای که شما متوقف بشید و دیگه پیشرفت نکنید، شروع میکنید به تجزیه شدن و مرگ به سمت شما میاد. at once یعنی در همون لحظه، نه که حال در همون لحظه شما بمیرید، نه، ولی لحظه تجزیه شدن زندگی شما و مرگ شما از همون لحظه است. یعنی از اون لحظه‌ای که شما دیگه به دنبال پیشرفت نباشید، به دنبال پیشرفت دادن ذهنی خودتون، فیزیکی خودتون، خواستن بیشتر نباشید، همون لحظه دیگه مرگ فرا میرسه. این خیلی مهمه که باید بدونید این رو. خیلی ها تا یه جایی پیشرفت میکنن و بعد از اون دیگه پیشرفت رو رها میکنن و متاسفانه اون پیشرفت از کجا میاد؟ از خود جامعه. قبلا دربارش صحبت کردیم. خیلی از خواسته های ما خواسته های خودمون نیستن، خواسته های جامعه هن. یعنی توی جامعه یه استانداردی مطرح شده که همه باید به اون برسن و شما هم باید به اون برسید. بعد از اینکه به اون رسید دیگه از خودتون هیچی ندارید. گفتم باید خواسته های خودتون رو پیدا کنید. ببینید خودتون چه خواسته ای دارید. خواسته خودتون چیه؟ آیا تمرین کردید این رو توی این مدت؟ اگه تمرین نکردید برید ویدیوشو پیدا کنید. نمیدونم دقیقاً توی کدوم قسمت بود، ولی برید پیداش کنید، برید نگاه کنید و بگردید دنبال اینکه خواسته خودتون چیه. چون مشکل از اینجا میاد که اگر دیگران مثلا الان ببینید به هر چیزی که شما رسید خواسته خودتون نبوده. شما دیپلم گرفتید خواسته خودتون نبوده، رفتید دانشگاه خواسته خودتون نبوده، رفتید مثلا نمیدونم یه شغلی رو برای خودتون پیدا کردید و شروع کردید به کار کردن، خواسته خودتون نبوده. این خواسته ها خواسته کیا بودن؟ برید ببینید خواسته خودتون بوده. اگه خواسته خودتون بوده که فوق العاده. اگه خواسته خودتون نبوده، خواسته های خودتون رو پیدا کنید. ببینید که من، شخص من چی میخوام، بدون توجه به اینکه پدرتون چی میخواد، مادرتون چی میخواد، همسرتون چی میخواد، فرزندتون چی میخواد. خواسته شخص خود شما چی بوده که آیا بهش رسیدید یا نرسیدید؟ اگه نرسیدید به صورت certain way، اینجور نباشه اگه کارتون یه چیز دیگه از همین امروز استعفا بدید و برید سراغ یه کار دیگه که دوست دارید. نه، شما باید در این جایی که هستید از جای خودتون بزرگتر بشید، از اون محلی که هستید باید بزرگتر بشید، از اون مکانی که هستید باید بزرگتر بشید، یعنی certain way رو انجام بدید تا اینکه این شما رو برسونه به اون چیزی که میخواید. اون موقع لذت میبرید و اون موقع دیگه این increase قطع نمیشه. increase کی قطع میشه؟ رشد کی قطع میشه؟ زمانی که شما کاری رو انجام میدید که خواسته خود شما نیست. خوشحال میشن بعضیا از اینکه ریتایر میشن. ریتایر یعنی بازنشسته. خوشحال میشن یه سریا، میگن از این به بعد دیگه مجبور نیستم برم سر کار، از این بعد دیگه شنبه خر نیست. و چرا اینجوری داره فکر میکنه؟
این در واقع تا زمانی که میرفت سر کار یه رشدی داشت میکرد. البته خیلی هم که سر کار میرن رشد نمیکنن، یعنی همون شاید سال اول یه رشدی رو میکنن، بعدش دیگه کار میشه روتین 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 روتین، هیچ پیشرفتی نمیکنن. ولی خب ما داریم درباره کسایی صحبت میکنیم که در واقع توی کارشون دارن پیشرفت میکنن، ولی زمانی که یعنی زمانی که ریتایر میشن، بازنشسته میشن، دیگه کلا استاپ میشه، کل زندگیشون استاپ میشه. چرا؟ چون که دوست نداشتن، لذت نمیبردن. وارن بافتی که داره کار میکنه چون ازش لذت میبره، 90 خورده سالش شده داره کار میکنه چون لذت میبره. و اگر شما هم کاری که دوست دارید رو انجام بدید، هیچ وقت نمیخواهید که بازنشسته بشید، هیچ وقت دیگه نمیخواهید بمونید خونه و هیچ کاری نکنید، همش میخواهید کار کنید، همش میخواهید که به یه جایی برسید، همش میخواهید که پیشرفت کنید. و این بسیار مهم هست متاسفانه. ولی من میبینم که خیلی‌ها توی سنای زیر 30 سال حتی دیگه پیشرفت نمیکنه تو زندگیش. شما ببینید از مثلا 2 سال پیش، 3 سال پیش چقدر پیشرفت کردید توی زندگی خودتون، چقدر چیزای جدید یاد گرفتید. و اگر چیز جدیدی رو یاد نگرفتید برید دنبالش. یا اگر مثلا یعنی استفاده کنید ازش، یعنی صرفا فقط یادگیری نباشه، یه چیز جدید یاد بگیرید و بعد شروع کنید استفاده کردن. اگر مثلا یه شغل خاصی رو دارید، برید ببینید که من چه چیز دیگه ای رو اگر یاد بگیرم میتونه بهم کمک کنه. مثلا یه مثال براتون بگم، شما یه مغازه‌ای دارید پوشاک میفروشید، با خودتون بگید من اگر چه کلاسی رو برم میتونه بهم کمک کنه. مثلا 1 ساعت وقتمو بذارم، 2 ساعت وقتمو بذارم در روز یه چیز جدید یاد بگیرم. چه چیز جدید رو یاد بگیرم؟ حالا این کلاس میتونه آنلاین باشه. یه سری هستن مثلا یه سری ساعتایی توی مغازه‌شون اصلا کاملا فقط نشستن، هیچ کاری هم نمی‌کنن، تلویزیون تماشا می‌کنن. چرا از اون وقت نباید به بهترین شکل استفاده کرد؟ چرا نباید این کارو؟ چرا فقط باید نشست فوتبال نگاه کرد یا نمیدونم برنامه نمیدونم یه چیزی رو نگاه کرد؟ چرا از اون زمان به بهترین شکل نباید استفاده کرد؟ چون لحظه حال رو ما داریم دیگه. من در این لحظه چه کار میتونم انجام بدم برای پیشرفت خودم؟ خب مثلا من یه مغازه‌ای دارم، یه مغازه پوشاک دارم و با خودم میگم خب من مثلا فروشنده قابلی ام، خوبم، مثلا این دیگه مثلا نیاز نیست برم مثلا اینو یاد بگیرم، ولی مثلا میتونم که برم یه کلاس عکاسی یاد بگیرم. خب کلاس عکاسی به چه درد من میخوره؟ میتونم از این چیزایی که دارم یه عکس خیلی خوب بگیرم، عکس قشنگ بگیرم، اون زمانایی که توی مغازه الکی نشستم اینو یاد بگیرم، بعد از اون زمان میتونم استفاده کنم و اینا رو مثلا بذارم توی سایت. وقتی یه عکس قشنگی باشه یه نفر این رو میبینه و احتمال اینکه خرید کنه از من به صورت آنلاین بیشتره. یا برم مثلا یه کلاسی رو بگذرونم که کار با مثلا سایت رو یاد بگیرم چجوری سایت بسازم، بعد بتونم که برای مغازه خودم یه سایت بزنم و توی سایت خودم شروع کنم به فروختن. ببینید مهم اینه، یعنی یادگیری مهمه. نگید با خودتون که نه دیگه من الان بیزنس خودم رو دارم دیگه نیاز نیست یه چیز جدید یاد بگیرم. خیلی اینجوریان دیگه، دنبال چیز جدید نمیرن، فکر میکنن من همون چیزی که تو مدرسه یاد گرفتم بسه دیگه، تو دانشگاه یه چیزی یاد گرفتم بسه دیگه. آدما یعنی 99% از آدم‌ها لحظه حالشون رو دارن ویست میکنن، دارن از بین میبرن، هیچ کاری نمیکنن با لحظه حالشون، هیچ کاری نمیکنن. یعنی فقط صرفا دارن نفس میکشن. این آدما زندگی نمیکنن، هیچ، یعنی در واقع هیچ هدفی ندارن. چون اگه شما هدف داشته باشید برای آینده، میگید خب من الان چه کار میتونم انجام بدم برای اینکه به اون هدفم برسم، الان چه کار میتونم انجام بدم. پس این الان رو خیلی در نظر بگیرید. من همیشه گفتم این در واقع certain way به الان ربط داره. همیشه از خودتون بپرسید من الان میتونم برای خودم چیکار کنم، برای پیشرفت خودم چیکار کنم، برای بیزنس خودم چیکار کنم. چون اگر شما الان کاری نکنید این اینکریس متوقف میشه. الان اگر شما کاری رو انجام ندید پیشرفت متوقف میشه و پیشرفت متوقف بشه یعنی که شما، یعنی این جمله‌ای که گفتیم دیگه در اینجا the solution and death set in at once، یعنی اون تجزیه شدنه
و اون مرگ فرا میرسه. حالا این مرگ به معنای مرگ یعنی دیگه اینکه مثلا بمیریم نفس نکشیم نیستا، یعنی در واقع توی این بیزنس خودتون، توی کار خودتون شما پیشرفت نکنید از بین خواهید رفت و کل دنیا بر اساس همین هست. شما باید کار کنید، باید پیشرفت کنید تا اینکه اون نتیجه های خیلی خوب رو بتونید که بهشون برسید. خب بریم. گفتن که بخوام توی کلاس های زبان شما شرکت کنم از کجا شروع کنم؟ از مدرسه مجازی عطایی آنلاین. من این رو اینجا بیارم. اگر شما وارد سایت ataiionline.com بشید، توی سایت ataiionline.com توی قسمت منو مدرسه مجازی عطایی آنلاین هست. از اونجا میتونید که توی کلاس ها شرکت کنید و کلاس ها هم جوری هستن که شما رو توی 8 ماه میتونن به بالاترین حد برسونن. یعنی شکلی که واقعا حتی اگر کسی 5-6 سالم کلاس زبان بره واقعا به این حد نمیتونه که برسه که توی 8 ماه توی این کلاس دانش زبان، چون دانش هست، یعنی دانش رو شما یاد میگیرید. برای من یه چیزی خیلی مهمه، همه چیز باید به صورت اصولی انجام بشه و یادگیری هم باید اصولی باشه. این مهمترین چیز یادگیری هست. اصول اگر درست باشه یادگیری به بهترین شکل انجام میشه. نیازی هم نیست که سالهای سال بگذرونید آخر سر هیچ یاد نگیرید. گفتن که وارن بافت گفته من تو 90 سالگی سهم‌هایی از بورس رو خریدم که برای 10 سال آینده خودم و تعجب میکنم از جوانان 30 ساله که از زندگی ناامید شدن. دقیقاً حرف خیلی قشنگی بود، خیلی حرف قشنگیه این. دقیقاً وارن بافت توی 90 سالگی در واقع یعنی رفته یه سری سرمایه‌هایی رو خریده، یه سری سهام‌هایی رو خریده در واقع که 10 سال دیگه تازه به ثمر میشن. یعنی سودش، یعنی الان سودده نیستن، این 10 سال دیگه میرسه به اون جایی که باید برسه. خیلی این مهمه ها. ببینید چه جوری داره برای آینده داره تلاش میکنه و این آدم فکر نمیکنه که خب من 90 سالمه دیگه از من گذشته. 90 سالشه داره برای 10 سال بعدش داره برنامه میریزه. بعد یه سری توی سن 20 سالگی میگن از من دیگه گذشت، 30 سالگی میگه از من گذشت، 40 سالگی میگه از من گذشت. پس این مثال ها رو مد نظرتون داشته باشید. اینا مثالای خیلی خوبی هستن. گفتن ادامه تحصیل و مدرک گرفتن هم جزء اهداف این کتاب هست یا نه؟ منظورتون متوجه نمیشم که هر چیزی که شما دوست دارید. هدف شخصیه. اگر شما هدفتون این هست که ادامه تحصیل بدید و یه مدرکی رو بگیرید، چرا که نه؟ برید ادامه تحصیل بدید. اگه فکر میکنید بهتون کمک میکنه، چرا که نه؟ ببینید من همیشه این رو میگم که من از مدرسه هیچ وقت خوشم نمیومد، از دانشگاه خوشم نمیومد، ولی از یادگیری خوشم میومد. از درس خوشم نمیومد ولی از یادگیری خوشم، یعنی دوست دارم یاد بگیرم. حالا چه این یادگیری توی دانشگاه باشه و با مدرک باشه، چه بیرون از دانشگاه باشه و بدون مدرک باشه. و شما ببینید کدومش بهتون میتونه کمک کنه. اگر شما حس میکنید که اگر من برم دانشگاه میتونه من رو در مسیر درست قرار بده، میتونه من رو هدفمند کنه و میتونه که کمک کنه که من بتونم به یه پیشرفت خوب برسم، چرا که نه؟ انجامش بدید. یه سری حس میکنن که من اگه برم دانشگاه وقتمو تلف میکنم، اگر برم مثلا یه مؤسسه یه کاری رو یاد بگیرم میتونم بهتر به اون نتیجه برسم. اونم درست میگه. هیچکس اشتباه نمیکنه. شما باید بدونید که بهترین چیز برای شما چی هست. کتاب برای شما نمیاد هدف تعیین کنه که شما این کار رو انجام بدید. هر کسی برای خودش باید هدف داشته باشه. یعنی من هدفم برای خودم باشه و من میخوام پیشرفت کنم برای خودم باشه. شما برای خودتون، هر کسی برای خودش در واقع. و گفتن که increase به صورت فعل increase اسمه، یعنی رشد اسم هست و increase وقتی ز باشه فعل هست، یعنی رشد کردن، زیاد شدن. گفتن که میگم به نظر من تایم لایف همین ساعت بمونه خیلی بهتره، چون هم دغدغه کاری نداریم هم ذهنمون بازتره. متاسفانه این ساعت موقته، یعنی روز جمعه ساعت موقته و احتمالاً از همین هفته دوباره برگردیم توی همون چهارشنبه ساعت 7مون، چون این ساعت رو من نمیتونم همیشه باشم و برنامه بریزم. حالا این 2 هفته استثنا بود که من تونستم که
جمعه این رو بذارم و احتمالاً از همین هفته‌ای که میاد دوباره اگر مشکل اینترنت، حالا توی این چند روز مشکل اینترنت خوشبختانه نبود و سرعت اینترنت هم توی ساعت عصر حداقل خیلی پایین نبود و مشکلی نبود که احتمالاً از همین هفته دوباره برگرده به چهارشنبه. ولی اگر چهارشنبه نشد و من بتونم که جمعه بذارم جمعه میذارم، ولی اصلش همون چهارشنبه هست. در واقع من اون ساعت رو خالی کردم برای این لایف، ولی جمعه رو خالی نمیتونم بکنم در واقع برای اینکه این لایف و چون این لایف ها قراره که ادامه دار باشن. یعنی خیلی هم یعنی بعد از این کتاب از الان من 3 تا کتاب دیگر رو در نظر دارم که ادامه بدیم. و حالا یه نکته آخری رو هم اینجا بهتون بگم، اونم این هست که کتاب Science of Getting Rich خیلی به اشتباه، یعنی صرفا فکر میکنن که برای فقط ثروتمند شدن هست، که در واقع این اشتباهه. در واقع سبک زندگیه Science of Getting Rich، سبک بهتر زندگی کردن، سبک زندگی که در واقع کامل ترین زندگی ممکن، چه از لحاظ روحی، چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ نمیدونم عاطفی، چه از هر لحاظی. چون شما زمانی که ثروت داشته باشید همه اینا رو میتونید داشته باشید و برای اینکه به ثروت برسید باید زندگیتون زندگی درست و خوبی باشه. یعنی رقابت نکنید، نمیدونم به چیزای منفی فکر نکنید، آدم مثبتی باشید، از نمیدونم این خیلی کارهای دیگه که حالا توی کتاب گفته شده دیگه، یعنی اینا رو نباید انجام بدید. پس در واقع سبک زندگیه. یعنی شما اگر سبک زندگی بدی رو داشته باشید هیچ وقت نمیتونید ثروتمند بشید و وقتی که ثروتمند بشید میتونید سبک زندگی عالی داشته باشید. یعنی در واقع اینا با هم دیگه interrelated هستن، با هم دیگه کاملا مرتبط هستن. پس این رو هم دقت داشته باشید دیگه. و کتابای بعدی هم در واقع در ادامه همین هستن. یعنی ما صرفا نمیخوایم ثروت فقط داشته باشیم، فقط پول بشمریم، لذت ببریم، بعد به بقیه پوز بدیم. میخوایم واقعا زندگی کنیم، چون در واقع درست زندگی کردن رو داره به ما یاد میده این کتاب و کتاب‌های بعدی که قصد دارم که روشون کار کنیم. به خاطر همین جمعه زمانی هست که مطمئن نیستم که بتونم هر هفته داشته باشم. به خاطر همین ساعت اصلی همیشه چهارشنبه ساعت 7 هست و اگر به هر دلیلی من ساعت 7 نتونم که روز چهارشنبه آنلاین بشم به خاطر مشکلات اینترنت و تمام اینها، اگر تونستم روز جمعه ساعت 8 میذارم، اگر نه که دوباره صبر میکنیم تا چهارشنبه هفته بعدش. خب بریم سراغ یک تعریف دیگه از ثروت و آدم ثروتمند و این قسمت رو هم تموم کنیم. ببینم که کدوم یکی رو گفتم کدوم نگفتم. نمیدونم کدوم یکی از اینا رو گفتم یا نه. نمیدونم اینو گفتم یا نه. گفتم که ثروتمند کسیه که به پول فکر نکنه. حالا به هر حال فکر می‌کنم که من نگفتم، این رو بازم توضیح بدم. ثروتمند کسی که به پول فکر نکنه. شاید براتون عجیب باشه این تعریف که مگه میشه آدم ثروتمند باشه و پول فکر نکنه. در واقع کسی که به پول فکر کنه هیچ وقت ثروتمند نمیشه. کسی که به پول فکر کنه، یعنی صرفاً فقط به پول فکر کنه، در واقع اون رو نداره. و شما زمانی که یه چیزی رو نداشته باشید نمیتونید که، یعنی در واقع یعنی که به نداشتنش فکر میکنید و وقتی که به نداشتنش فکر کنید اون اوریجینال سابستنس، اون نداشته رو بهتون، یعنی براتون میاره، اون نبودش رو براتون میاره. پس یادم ثروتمند کسی که اصلا به پول فکر نکنه. یعنی شما اگر یه کاری رو انجام میدید به پولش اصلا فکر نکنید. شما کار رو انجام بدید، کار رو درست انجام بدید، به صورت سرتن وی انجام بدید، پول خودش میاد. یعنی اگر کارتون این هست که مثلا لوله کش هستید، لوله کشی میخواید بکنید، به پولش فکر نکنید، کار رو درست انجام بدید، پول و مشتری و تمام اینا خودشون میان. ولی اگه شما به فکر پول باشید چیکار میکنید؟ بگید از اینجای کار بزنم، از اونجای کار بزنم، از فلان بزنم، از فلان بزنم و کم کم چه اتفاقی میفته؟ مشتریتون از دست میدید و اون پول از بین میره، اعتبارتون از بین میره و مجبور میشید کارتون رو عوض کنید.
بعد توی کار دیگه دوباره همین روند. اما اونی که داره موفق میشه چیکار میکنه؟ واقعا داره زحمت میشه، واقعا داره وقت میذاره، به پولش فکر نمیکنه. و زمانی که کسی به پولش فکر نکنه، مطمئناً هی مشتریای بیشتر و ثروت بیشتری براش میاد، چون که کار رو داره به صورت certain way انجام میده. پس این رو هم به یاد داشته باشید، ثروتمند کسیه که به پول فکر نکنه، یعنی اون رو داره. اگر شما پول ندارید و دارید به پول فکر میکنید، پس ثروتمند هنوز نیستید. ولی اگر میبینید که به پول اصلا فکر نمیکنید، پس به اندازه کافی ثروت دارید، ولی بازم باید رشد کنه، نباید متوقف بشه. نباید به این فکر کنید که خب من به اندازه کافی دارم دیگه، بسه دیگه، بیشتر و بیشتر. خب امیدوارم که این قسمت هم مفیدتون بوده باشه و تونسته باشم که یه بخش جدیدی رو در ذهن شما باز کنم. و تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق، مؤید و ثروتمند باشید.